بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. موضوع آیات گذشته موضوع اصلی جهاد بود. بخش دوم سوره عمدتاً موضوع جهاد و انفاق هست و در مسیر جهاد گاهی اشکالاتی پیش می آمد. قرآن کریم و آیات مختلفی این اشکالات را پاسخ می دهند و بعضی شبهات را جواب می دهند. یکی از شبهات که دیروز هم مطرح شد به صورت خلاصه خواندیم، در این آیه با تفصیل بیشتری بهش پرداخته و عنوان شده جنگیدن و درگیر شدن در ماه حرام هست که آیا در ماه حرام جنگیدن چه حکمی دارد؟ همونطوری که عرض کردم یکی از مشرکین در اول رجب کشته شد. در سال دوم بود قبل از غزوه بدر. آن حضرت صلی الله علیه و سلم گروهی را فرستادند که بروند برای در یک وادی به نام وادی نخله به امارت حضرت عبدالله ابن جحش رضی الله تعالی عنه اونجا کمین بزنند و اخبار مشرکین را، اخبار اون لشکر تجاری و قافله تجاری اونها را بگیرند که اتفاقاً به طور اونها یک قافله کوچکی از مشرکین خورد. فردی به نام عمرو بن حضرمی در اون قافله بود و ابن نوفل بود. اینها وقتی که کمین زده بودند، اینها که آمدند با اونها درگیر شدند، چون در حال جنگ بودند با مشرکین. اینها هم میخواستند اخبار اونها را بگیرند. عمرو بن حضرمی کشته شد و ابن نوفل و یک نفر دیگه اینها اسیر شدند. حالا بعضی کتاب ها نوشته که مسلمانان فکر کردند که 29 جمادی الثانی هست یا 30 جمادی الثانی هست، در حالی که اول رجب بود. اشتباهی این درگیری شد. بعضی معتقدن نه میدونستند، حتی با هم دیگه بحث کردند که حالا اینها اگر اینها را بزنیم حمله بکنیم ماه حرام داخل شده، اگر اینها برند به مکه برسند و وارد حرم الهی بشن، بعد از اون نمیتونیم و چنین چیزی از دست ما میره، موقعیت خوبی از دست ما میره.
با هم دیگه بحث میکردن که بالاخره روبروی شدند و مواجه شدند و حمله کردند. بعداً مشرکین اعتراض کردند، گفتند عجب دینیه که در این دین فرقی بین ماه حرام و غیر حرام نیست. اینجا خدای تعالی جواب دادند که ما جوابشون را میخوانیم، اما قبل از اینکه این آیه را ترجمه بکنم درباره جنگیدن در ماه حرام میخوام خدمت شما عرض کنم که اینجا آمده یسألونک عن الشهر الحرام قتال فیه، شما را میپرسند درباره ماه حرام، جنگیدن در ماه حرام. قل قتال فیه کبیر، شما بفرمایید که جنگ کردن در این ماه سنگینه، ولی کارهایی که شما میکنید، کفر و شرکی که شما میکنید، فتنه انگیزی که شما میکنید، اون جرمش خیلی بیشتره. حالا بحث ما اینه که آیا جنگ در ماه حرام حرام هست، ناجایز هست در ماهای ذی قعده و ذی حجه و محرم و رجب، یا جایزه؟ بسیاری از اهل تفسیر معتقدند ابتداءً جنگ کردن حرام بود، بعداً منسوخ شد با آیه شریفه وقاتلوا المشرکین کافة کما یقاتلونکم کافة. مطلقاً آمده که با مشرکین بجنگید و عرض کنم تخصیص به ماه حرام و غیر حرام نیست و هر وقتی هر جا دیدید بزنید. لذا این آیات بیانگر تعمیم هست در همه ماها، در همه اوقات، در همه زمانها. لذا حرمت ماه حرام اگر بوده منسوخ شده. اما بعضی دیگه معتقدند که حرمت ماه حرام از ابتدا نبوده، این از رسوماتی بود که در زمان جاهلیت اونا اعتقاد داشتن. ماه حرام حرمت به اون اندازه که بیشتر احترام بشه، رعایت بشه، هنوزم هست، ولی به این معنی که جنگ حرام باشه، جنگ اصلا جایز نباشه، چنین چیزی از ابتدا نبوده و هنوز هم در اسلام نیست. لذا این ماهای حرام هستند، ماهایی هستند که بالاخره احترام بیشتری باید در این ماها گذاشته بشه با توجه به خصوصیاتی که اینها دارن، فضایلی که اینها دارن. اما اینکه در این ماه چه درگیری جایز نباشه و برای مسلمانان درست نباشه که با هم درگیر بشن، با هم که همیشه جایز نیست، با کفار درگیر بشن، چنین چیزی نیست. و اینکه دیه ها را در این ماها طبق قانون کشور ما دیه 2 برابر میشه، چنین چیزی در فقه ما وجود نداره. این حرمتی که میگویند به این معنا که بالاخره دیه را، جریمه را 2 برابر بکنه یا جنگ را با دشمنان و جهاد را ممنوع بکنه، چنین چیزی اصلا در فقه وجود نداره، از قرآن و سنت ثبوتی هم نداره. حالا ببینید در همین آیه شریفه که مشرکین اعتراض کردن، یسألونک عن الشهر الحرام، شما را سوال میکنه. حالا بعضی ها میگویند که سوال کنندگان مسلمانان بودند، خود مسلمانان دچار شک و تردید شدند، اما بعضی میگن سوال کنندگان مشرکین بودند. علی ای حال سوال کنندگان هر کی بودند، خداوند عزوجل اون اقدامی که مسلمانان انجام دادند در اول رجب، یکی از مشرکین را کشتند، 2 نفر دیگر را اسیر کردند، اون را الله عزوجل ستوده، اون را رد نکرده. الله می فرماید یسألونک عن الشهر الحرام قتال فیه، شما را می پرسند از ماه حرام، از جنگیدن در ماه حرام. قتال فیه بدل است از عن الشهر الحرام. از چی از شهر حرام؟ از جنگ کردن در شهر حرام، در ماه حرام. قل قتال فیه کبیر، بگو جنگ در این ماه سنگین است، ماه محترمی هست، حتی الامکان انسان پرهیز بکنه، مشغول امور عبادی بشه، اما
از یک طرف فساد شما را نگاه میکنیم، اون خیلی سنگین تره. چند چیز را خدا ذکر کرده از مشرکین، چیزهای جدیدی هم نیستند، چیزهایی که جز اخلاق و عادات و عقاید اونها بودند. یک، وصد عن سبیل الله، بازداشتن از راه خدا. مراد از سبیل الله یعنی دین الله. این که شما مردم را باز می‌دارید از دین خدا و نمی‌گذارید که به سوی دین خدا بیایند، این خباثت شما. این یکی. دوم، و کفر به مرجع ضمیر به سبیل الله است، یعنی کفر به سبیل الله. کفر به سبیل الله یعنی چه؟ کفر به دین الله و نسبت به دین الله که اسلام هست شما کفر میکنید. این دو. والمسجد الحرام، این والمسجد الحرام عطف است به سبیل الله، یعنی وصد عن سبیل الله و صد عن المسجد الحرام. بازداشتن از دین خدا و بازداشتن از مسجد حرام. مردم را نمیگذارید برند طواف بکنند، برند عبادت کنند خدا را. این سه. و اخراج اهله، و بیرون کردن اهل مسجد حرام. که شما رسول الله باشید، صحابه مهاجرین باشند، شما ساکنان مکه و اهل مکه که شما را بیرون کردند، بالاخره عرصه را چنان بر مسلمانان تنگ کردند که مسلمانان مجبور شدند مکه را ترک بکنند، بیرون بشوند. لذا و اخراج اهله منه، بیرون کردن اهل مسجد حرام از آن مسجد حرام، یعنی بیرون کردن اهالی و باشندگان حرم از حرم. اکبر عند الله، اینها پیش خدا سنگین تر است. درست جنگ کردن در ماه حرام سنگینه، ولی این مظالم شما، مفاسد شما، فتنه های شما، اینها بسیار سنگین تر است. و پنجمی، والفتنه اکبر من القتل، فتنه اینجا به معنی شرک است. شرکی که شما مرتکب می شوید، با خدای واحد ولا یزال غیر خدا را شریک قرار می دهید، اکبر من القتل، این از قتل و از کشتن جرمش بسیار بزرگتر و سنگینتر است. لذا معنای این 5 تا مفاسد چیه؟ که این مفاسد شما می طلبد که با شما در همون ماه حرام هم بجنگیم، هم اشکالی ندارد، چون این فتنه های شما، فسادهای شما از جنگیدن در ماه حرام به مراتب سنگینتر و بیشترند. و علت دیگر، علت ششم، اینها دشمنان شما هستند. به مسلمانان گفته میشه، به رسول الله گفته میشه، و اینها دشمنیشان تا که ادامه دارد؟ تا زمانی که بتوانند، اگر بتوانند، تا زمانی که اگر بتوانند شما را از دین منصرف بکنند، یعنی اینها دشمن دین شما هستند. این هم انگیزه دیگری که باید با اینها بجنگی، هر وقت بجنگید. ولا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم، همواره اینها با شما می جنگند، غرض مقاتله، غرض جنگ. حتی یردوکم عن دینکم، حتی که برگردانند شما را از دین شما. ان استطاعوا، اگر توانایی داشته باشند، اگر بتوانند. اینها به این قصد می جنگند. پس این یک معضل بزرگتر، یک فتنه بزرگتر از سوی شما. اما اینجا خدای عزوجل تذکر میده مسلمانان را که مسلمان هرچه برایش از سوی دشمن فشار بیاد، هرچه دشمن عرصه را تنگتر بکند، مبادا به فکر برگشت بکند، برگشت به کفر. اگر چنین تخیلی بکند، و من یرتدد منکم عن دینه، هر کسی که برگردد از شما از دینش، یعنی علیاذ بالله مرتد بشه، فیمت و هو کافر، پس بمیرد در حالی که او کافر باشد، یعنی در حال کفر بمیرد. فاولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرة،
این افراد کسانی که مرتد می شوند اینها کسانی هستند که برباد میشه، ضایع میشه اعمالشان در دنیا و آخرت. خب در آخرت مشخصه هر کسی که هر چی نیکی کرده، هر چی که خیرات و صدقات داده، هر چی نماز و حج کرده، اگر العیاذ بالله آخر مرتد بشه همه برباد می شوند. اونجا هیچی در نامه اعمال ندارد. اما در دنیا چطور اعمالش ضایع میشه؟ بحث اینجاست. از نظر دنیوی هم خیلی از احکام بر او مرتب میشه و از بسیاری از خیرات اسلام محروم میشه، از خیر اسلام محروم میشه. مثلا کسی که مسلمان هست جان و مال و آبرویش چیه؟ محفوظه، قوای اسلامی از او حفاظت میکنن، بعد از اون دیگه از حفاظت چی میشه؟ خارج میشه. کسی که مسلمان هست با زن مسلمان عقدش درسته، اما العیاذ بالله به محض ارتداد اون عقد و اون نکاح چی میشه؟ باطل میشه، تمام اعمالش ضایع میشه. به چه معنا؟ به این معنا که اگر دوباره یه وقتی برگشت حالا از نظر اخروی برایش میماند، الله بهتر میداند، نمیشه. اما از نظر دنیوی بعضی از اعمال نیاز به عود هست. مثلا البته از نظر بعضی از فقها، مثلا امام ابو حنیفه رحمه الله نظرشون اینه که اگر کسی مسلمان بود، بر مسلمان چند بار حج فرضه؟ یک بار. خب رفت به حج بیت الله، حج بیت الله رفت و بعد از اون حج دیگه از گردنش ساقط شد، بعدن العیاذ بالله حالتی پیش آمد که مرتد شد، برگشت، خب تمام اعمال گذشته ضایع میشه. بعد از چند سال دوباره متوجه شد و ایمان آورد. حالا امام ابو حنیفه رحمه الله میفرما اگر استطاعت داشت دوباره حج بر او فرض میشه، یعنی اون حج دیگه تمام شد. بعضی فقها میگن که اون اعمال بر میگرده، ولی امام ابو حنیفه میگه دیگه ضایع شده، حبطت اعمالهم فی الدنیا، در دنیا هم چی شده؟ ضایع شده. یعنی الان اگر توانایی مالی داره حج دوباره برای چیه؟ گویا این یک انسان جدیدیه، اون قبلی نیست، لذا اعمالش در دنیا هم ضایع. همچنین از مسلمان دیگه ارث نمیبره، اگه پدرش مسلمان فوت بکنه این دیگه از پدر مسلمان ارث نمیبره، پس اعمالش هم در دنیا ضایع هست و هم در آخرت ضایع است. و اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون، اینها اهل آتشند، در اون آتش به صورت مخلد و دائم میمانند. ان الذين آمنوا، اما اگر کسانی که عرض به خدمت شما استقامت کنند، تحت فشار کفار قرار نگیرند، تحت فشار کفار قرار نگیرند، به خاطر حفاظت دین خودشون هجرت کنند، جهاد کنند، اون وقت اینها امیدوار رحمت خدا باشند. برای اینها روح و ریحان هست، اجر و پاداش هست. لذا الله می فرماید ان الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله، همانا آنهایی که ایمان آوردند و آنهایی که هجرت کردند به خاطر حفاظت ایمانشان و همچنین جهاد کردن به خاطر حفاظت ایمان در راه الله، یعنی برای اعلاء کلمت الله، اولئک یرجون رحمت الله، این افراد امیدوار رحمت الله هستند. ببینید امیدوار هستند، این خبر هست، اما مفسرین نوشتن این خبر به معنی انشاء هست، یعنی جمله خبریه به معنی جمله انشائیه، مضارع به معنای امر، امیدوار باشند. اولئک یرجون رحمت الله، این افراد امیدوار رحمت الله هم در دنیا باشند و هم در آخرت باشند. والله غفور رحیم، الله عزوجل نسبت به چنین بندگان هم بخشاینده است و هم مهربان است. پس این بخشی از احکام جهاد
و دستورات جهاد که الله عزوجل بیان فرمودن و باز هم موضوع جهاد ادامه دارد، اما در وسط مجدد بعضی از مسائل ذو وجهین می آید. حالا بعضی مناسبتش را، گرچه مناسبت ضعیفه، بعضی مناسبتش را با جهاد این را میگند که جهاد هم دو وجه داره. یک وجهی که برای انسان ضرر داره، انسان خودش کشته میشه یا تلف میشه، عضوش از دست میره، زخمی میشه، مالش. اما یک وجهش که منفعتش در دنیا اگر بماند غازی میشه، مجاهد میشه، و در آخرت اگر شهید بشه در آخرت به جنت میره. بالاخره منفعتش غالب تر هست بر ضررش. اما بعضی چیزا هستن که ضررشون غالب تر هست. این چند چیز ذو وجهین هست که ضررشون غالب هست و آسیبشون بیشتر هست. خب اینها ربط بهتر همونی که ابتدا عرض کردم در درس دیروز که در میان و در وسط مسئله جهاد، که جهاد در واقع نظم ایجاد می کند در جامعه، نظم را حاکم می کند، بعضی از امور دیگر انتظامیه هم چی میشه؟ بیان میشه. خب دو تا از اون مسائل مسئله خمر و قمار است. اینها اگر طوری دیگر ربط را بیان بکنیم هم دور نگفتیم و نامناسب نگفتیم که مسائلی که مانع جهاد هستند. کسی که شرابخوار باشه و قمارباز باشه او نمیتونه مجاهد بشه، او توفیق جهاد پیدا نمیکنه. یکی از شرایط جهاد اینه که انسان اهل هوا نباشه، تابع خواهشات نفس نباشه. کسانی که تابع خواهشات نفس هستند، یه چیزی که در کتابها همیشه نوشتند، اهل تفسیر هم این تأکید کردن، کسانی که تابع خواهشات نفس هستند و همیشه شهوت پرستند، اینا بزدلند. شهوت پرستان چی هستند؟ بزدلند. و مجاهد نمیتونه بزدل باشه. کسی میتونه مجاهد باشه که او دلیر باشه، شجاع باشه، قلب قوی داشته باشه. لذا اینهایی که دنبال هوای نفس و شهوات و لذات و اینجور چیزا هستند، اینها در مسیر جهاد نمیتونه حرکت کنه. لذا اینها منافع جهاد هستند، از ازداد جهاد هستند. لذا الله میفرماید شما را میپرسند درباره خمر و میسر، شراب و قمار. حالا شراب و قمار ذو وجهین هست، دو وجه داره. از یک جهت شراب برای بعضی که معتادش هستند لذت بخشه، اون بلا نسبت نشهش کامل میشه و بر عقلش پرده میفته، در یک دنیای دیگه میره، از این دنیا اصلا گویا رخت بر میبنده میره جای دیگه. این همون لذت مقطعی و لذت موقتیش هست. اما مضراتش اولا بزرگترین ضرر گناه هست، همین که خدا گفته نکنید، نخورید. دیگه بر عقل انسان پرده میندازه. انسان که عقل داشته نباشه ارزش نداره. ارزش انسانیت با چیه؟ با عقله. انسان که نسبت به بقیه حیوانات افضلتر است به خاطر همین عقله. وقتی که اون عقل برش پرده بیفته به سبب شراب، این دیگه با حیوان برابر میشه، تنزل پیدا میکنه از اون جایگاه و مرتبه انسانیت. و دیگه اینکه در اون حالت انسان یا وگو میشه، بد و بیراه میگه، درگیر میشه. خیلی از شرابخوارها هستن، اکثرا میبینیم، گاهی الان هم زیاد شده متاسفانه در بعضی از محافل، اینجور محافلی که بعضی از جوانها میبینی اینجور چیزها را مصرف میکنن، بعد از اون درگیری میشه، همدیگر را لط و پار میکنند و همدیگر را میزنند. بالاخره اینا همه از مضرات هستند. قمار هم همچنین.
قمار اگر کسی بردی داشته باشه بالاخره پول یک شبه پول هنگفت گیرش میاد، منفعتش همینه. اما ضررش امکان داره که برعکس بشه، هر چی که داره مال خود و زن و بچهش همه را از دست بده. عرض کنم که احساسی میشه، درگیر میشه و گاهی قتل و خونریزی میشه. اینا مضراتش به مراتب بیشتر هستن، لذا از این جهت اینها ذو وجهین هستن. و درباره شراب یک نکته عرض بکنم، اون این هست که کشورهایی که شراب، الان بعضی از مسلمانان که شراب را ندیدند و خدا هیچ وقت نشان نده فکر میکنن در شراب چی هست. بعضی از جوانها متاسفانه دنبال میکنن و بعضی ها مصرف هم میکنند، در حالی که شراب چیزی هست که تمام کسانی که مصرف میکنن، تمام بلادی که در اون بلاد و در اون کشورها شراب مصرف میشه، حتی حکامشون و از بالا تا پایین همه مصرف میکنه، همه اذعان دارن به ضررش. کنفرانس ها گرفته میشه، تشکیل میشه، سمینارها گرفته میشه، کارشناسان جمع میشن، همیشه به این نتیجه میرسند که یکی از بزرگترین بلاها شراب هست، اما جمع کردنش و ترکش برای اونها خیلی مشکله. و مضرات شراب را از نظر طبی، از نظر روحی، عصبی، روانی، از هر جهت برشمردند بیش از 50 تا ضرر داره. برای معده انسان ضرر داره، برای قلب انسان ضرر داره، برای کلیه انسان ضرر داره، برای روح و روان انسان ضرر داره، برای اخلاق انسان ضرر داره، از هر جهت ضرر داره. لذا یکی از بدترین پدیده ها است. الله عزوجل چیزی را که حرام می فرماید، قربان رب برم، او از عرض کنم که حکمتاش را هم خوب میدانه، حکمت حرمت را. لذا بنده باید تسلیم بشه، دنبال فلسفه و حکمت نره، و اگر کسانی برند هم نتیجه میگیرند، میدونن چه ضررهایی داره. لذا الله می فرماید یسألونک عن الخمر والمیسر، شما را سوال میکنند از شراب و از قمار. قل فیهما اثم کبیر، بگو در این هر دو گناه بسیار بزرگ هست. و منافع للناس، و همچنین منافع هست برای مردم. بالاخره لذت هست، ربح در قمار هست، تجارتی شراب داره. اما و اثمهما اکبر من نفعهما، گناه اونها، مضرت اونها، آسیب اونها بیشتر است از نفع اونها. پس شما بروید و دنبال کنید چه آسیبهایی دارد. یه تفسیری از معاصرین تقریبا بیش از 20 تا از ضررها را بنده یادداشت نکردم، اشاره کردم به بعضی از ضررها. بیش از 20 تا را یادداشت کرده بودند که این ضررها را داره برای ظاهر و باطن انسان، بالخصوص برای اخلاق انسان بسیار ضرر دارد. و یسألونک ماذا ینفقون، و شما را مسئله دیگر میپرسند که چی خرج کنند. اینم مسئله ذو وجهین است، اما نفعش بیشتره. خرج میکنی مالت کم میشه، اما مشکل فقیر حل میشه، ما یحتاج یتیم فراهم میشه، شکم گرسنه سیر میشه، آخرت خودت آباد میشه. مالت بظاهر کم میشه، اما الله عزوجل چند برابرش میکنه. و ما تنفقوا من خیر فهو یخلف، هر مالی که خرج کنی الله جایش را پر میکنه برات. لذا ماذا ينفقون، حالا بعضی اون سوال اول را گفتند، شما خواندین ما ينفقون، اونجا بود فللوالدین والاقربین، اون سوال از مصرف است.
این سوال از مقدار خرج کردن است. الله عزوجل میفرماید قل العفو، حد و مرز را مشخص نکرده. عفو یعنی چه؟ یعنی مازاد. تفسیر قرطبی نوشته عفو ای ما فضل عن حوائجهم. عفو یعنی چه؟ یعنی از نیاز اونها چی باشه؟ بیشتر باشه. اگر از نیاز بیشتر بود خرج کن، هر جا دلت میخواد خرج کن، هر جا که تشخیص میدی. از همین مصارفی که قرآن ذکر کرده، قرآن یک صنف را ذکر نکرده، 8 صنف را ذکر کرده. اگر تنوع باشد بهتر، هم به این هم به اون هم به اون، به هر قشری انسان کمک بکند، ولی کمک بکنند مازاد را. وقتی که چیزی برای خودش نیاز هست، خیلی موارد بودن بعضی از صحابه از آیات تشویق و ترغیب انفاق متأثر می شدند و احساسی می شدند، می خواستند کل مال را بدن. رسول الله اجازه نمیداد. صحابی می خواست 2 تا باغ داشت، گفت هر دو را. رسول الله فرمود نه، یکی را برای اهل و عیالت بذار، یکی را. لذا هر چی که مازاد بر نیازت هست اون را مصرف کن. کسی آمد خدمت رسول الله گفت یا رسول الله، من اگر درهمی دارم، دیناری دارم، چیکارش بکنم؟ فرمود که بر خودت خرج کن. گفت اگر یکی دیگه داشتم، گفت بر اولادت خرج کن، بر ولدت، انفق علی ولدک. گفت اگر یکی دیگه داشتم، گفت که بر اهلت، برای زنت خرج کن. گفت یکی دیگه اگر داشتم، گفت که بر بقیه خویشاوندان، پدر، مادر، برادر، خواهر، بالاخره دوربر انسان فقیر همیشه هست. گفت اگر دیگه داشتم، گفت دیگه هر جا دلت میخواد خرج کن. یعنی اول انسان نیاز خودش، اولادش، زن و بچهش و بقیه خویشاوندان، نزدیکانش، بعد وقتی که بود هر جا که میلش هست خرج بکند. عفو معنیش اینه. قل العفو یعنی اون چیزی که از نیاز چی هست بیشتر هست. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. الله می فرماید این گونه الله عزوجل آیات را واضح و روشن برای شما بیان می کند تا شما بیندیشید، غرض تبیین، تا فکر کنید. فی الدنیا والآخرة یعنی در امور دنیا و آخرتتون، یعنی فکر بکنید برای مصالح امور دنیا و آخرتتون. فتحبسون عن اموالكم ما يصلحكم في معاش الدنيا وتنفقون الباقي فيما ينفعكم في العقبة. یعنی از این مال فکر کنید، اون چیزی که برای دنیایتون نیازتون هست حبس کنید، نگه دارید برای خودتون، برای نیازتون، و مازاد را خرج کنید برای آخرتتون ذخیره کنید. فی الدنیا والآخرة. و یسألونک عن الیتامى، یکی دیگه از مسائل ذو وجهین مسئله یتیم بود. شما را درباره یتیم ها سوال می کنند. ببینید درباره یتیم ها سوال این بود که ما با یتیم ها چی کار بکنیم، چون که درباره یتیم آیه نازل شده بود که اونهایی که مال یتیم میخورند اونها در شکم خودشون آتش میخورند. ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. برای صحابه بسیار مشکل بود. خب در هر خانواده یا بعضی خانواده ها یتیم بود. یتیم مال برادره که برادر زاده، مال یکی دیگه از خویشاوندان هست. بالاخره این یتیم با عمو و پسر عموها یک جا زندگی میکرد. حالا اگر مال یتیم را کلا جدا بکنند هم برای یتیم ضرره. مثلا برای او غذای جداگانه ای درست کنند، خب این غذا اضافه میمانه. برای یتیم بالاخره تمام امکانات را باید جداگانه بخرند.
به ضررشه. اما با یک خانواده 6 نفری یتیم که باشه، یک چیزی از مال یتیم بگذارم، بقیه از مال خودشون هر به اندازه سهم هر یکی، خب اینجا به نفع یتیم هست. به این خاطر گفته یا رسول الله الان که دستور خدا چنین درباره یتیم شدید است و سخت است، ما چه کار بکنیم؟ الله عزوجل اینجا دستور دادن. الله تعالی نفرمود که با مالتون قاطی کنید یا جدا کنید، یه چیزی، یک اصل کلی تری بیان فرمود. قل اصلاح لهم خیر، اصلاح برای اونها بهتر است، یعنی کاری کنید که مال اونها ضایع نشه. حالا گاهی خلط کردن و قاطی کردن با مالتون به اندازه سهم یتیم و مسلمه در این صورت بهتره. و ان تخالطوهم فاخوانکم، اگر شما قاطی بکنید اونها هم برادران شما هستن، اشکال نداره قاطی بشه با مال شما، اما نیتتون اصلاح باشه. همون که قل اصلاح والله یعلم المفسد من المصلح، الله عزوجل میدوند مفسد از مصلح را. حالا مثلا مفسد کیه؟ خانواده شما مثلا 6 نفرید، یتیم 1 نفره، ماهی مثلا 10 تومن مصرف میشه، 5 تومن از یتیم بذاری، 5 تومن از خودتون بذارید. خب اینجا هدف چیه؟ هدف فساده دیگه. مگه اون چقدر میخوره که به اندازه 6 نفر باید برای او پول بگذارید؟ به اندازه سهمی او باید بگذارید. پس اونهایی که قاطی میکنند و هدفشون فساد هست، هدفشون خیانت هست، هدفشون بالا کشیدن مال یتیم است، الله اونا را میدوند. اون چیزی که مهم هست اینه که نیتتون اصلاح باشه و در زمینه اصلاح حرکت کنید، قدم بردارید. والله یعلم المفسد من المصلح، یعنی چه؟ یعنی الذي یقصد بالمخالطه الخیانه، اونی که با قاطی کردن خیانت را مد نظر دارد و افساد مال الیتیم، فساد مال یتیم را او را میدونه الله. ولو شاء الله لأعنتكم، اگر خدا بخواد، اگر خدا میخواست شما را در حرج و مشقت میانداخت. مشقت و حرج چیه؟ اینه که خدا دستور بده مال یتیم را جدا کنید، اون وقت حرج میشد، هم برای شما هم برای یتیم. پس خدا دستور شاقی و حکم مشکلی برای شما صادر نفرمود، فرمود که شما چیکار کنید؟ شما اصلاح را در نظر بگیرید، از فساد دوری کنید، دیگه خود دانید. خدای عزوجل همین نکته را مد نظر دارد. هر کسی که فساد بکند الله میدوند، محاکمهش میکنه. ان الله عزیز حکیم، همانا الله عزوجل غالب است، یعنی هر حکمی میتونه دستور بده، قوی هست، غالبه. اما احکامی که دستور میده حکیم، بر اساس چی دستور میده؟ حکمت ها، حکمت و مصلحت ها را هم مد نظر میگیرد، هم مصلحت شما، هم مصلحت یتیم، هم شما در حرج نیفتید، هم یتیم. لذا الله همه اینها را در نظر میگیرد و به شما اختیارات میده، به شما دستوراتی میده. مسئله دیگر از مسائل انتظامیه و همچنین مسائل ذو وجهین، ازدواج کردن با زن مشرکه. گاهی یک انسانی دلباخته یک زن میشه که اون زن غیر مسلمان است، به ظاهر زیبایی دارد. حالا ازدواج این 2 وجه داره، یکی نفع، بالاخره به مطلوبش میرسه، به محبوبش میرسه، به تمنای دلش میرسه. اما ضررش خیلی بیشتره. بالاخره زندگی کردن با مشرکه، کسی که نه دین داره، نه آیین داره، نه کتاب داره، نه تقید داره، حداقل اهل کتاب معتقد به یک کتاب آسمانی هست. کتاب آسمانی برای او حد و مرزی، قید و بندی چی کرده؟ تعیین کرده. حریم های را میشناسد، حلال و حرامی در دینش هست. اما مشرک نه، مشرک هیچ دینی ندارد.
و بعد فردا خدای تعالی از همین اولاد میده، اولاد هم اولاد انسان، نسل انسان بروند در اون مسیر شرک، احتمال خیلی زیاد است تابع مادر بشن در مسیر شرک، در مسیر کفر. این ضرر کمی هست. و چه بسا انسان ها هستند که فریفته زنهایشون هستند، بالخصوص در زمان ما مردها تابع زنها هستند، دلباخته زنهایشون هستند و از نظر تفکرات هم همچنین. یعنی کم کم خود این بیچاره هم امکان داره که دین خودش را به خاطر همون زن رها بکند. لذا پس دستور اینه که مشرکات را نکاح نکنید، یک کنیزکی باشد ولی مؤمنه باشد، این بهتر است. بحث نکاح اهل کتاب میاد، ولی اینجا چون بحث آمد خدمت شما عرض کنم، اهل کتاب چون که عرض کردم تقید و پایبندی به دینی از ادیان الهی دارد، لذا برای نکاحش اشکالی ندارد. اما امروز علما گفتند، علما نوشتند، حضرت مولانا سید احمد پالنپوری که شیخ الحدیث سابق دارالعلوم دیوبند بود، ایشون نوشته در تفسیر خودش که نظر علماء معاصر اینه که به دو دلیل امروز احتراز بشه، نکاحشون درست نیست. یکی این که این اهل کتاب اون اهل کتاب نیستن که پایبند کتاب، اینا اسمشون هست، اینا مثل بقیه بیدین ها هیچ حد و مرزی برایشون نیست. حتی قوانینشون را نگاه بکنید، کسی نمیتونه جلوی زنش را بگیرد، زن هر کار دلش میخواد بکنه. اگر بالاجبار جلوی زنش را بگیره از نظر قانون چی میشه؟ محکوم میشه یا نمیشه؟ قوانین همونجا، همون کشورهای به اصطلاح اهل کتاب. کسی نمیتونه جلوی دخترش را بگیره، با هر کسی رفاقتی، یاری، علیاذ بالله ارتباط نامشروع دارد. پس اینا معلوم میشه که اون تقیدی که مال اهل کتاب هست اون تقید را ندارند. و دوم، در گذشته بالاخره فرزندان، اولاد تابع پدر می شدند و زن هم از نظر دین و از نظر دیدگاه، از نظر تفکر اهل کتاب بود، به اسلام نزدیک بود، مشترکات بود. مشترکات اینه که هر دو پیغمبر دارند، هر دو کتاب دارند، لذا زنهای اهل کتاب مسلمان می شد. اما الان مسئله برعکس شده، الان چون زن سالاری هست مردها متأثر میشند، خطر ارتداد زیاد هست. خیلی ها هستن که زنی میگیرند و همون اسیر و قربان زن میشن، فدای همون میشن، میرن به همون طرف. هر دیدگاهی داره، هر دینی داره، هر آیینی داره، هر فکری داره. لذا حالا برای مسلمان خطر است، هم برای دین خودش، هم برای نسلش، و هم اون زنها تقید را ندارن. به این دلیل الان همون اهل کتاب زمان ما اون اهل کتاب واقعی نیستن. علما میگه امروزه نکاح نشند، ازدواج نشند. لذا الله میفرماید ولا تنکحوا المشرکات حتی یؤمنن، شما نکاح نکنید زنهای مشرکه را حتی که ایمان بیاورند. ایمان آوردند بعدن مؤمنه هست. ولأمة مؤمنة خیر من مشرکة ولو اعجبتکم، البته کنیزک مؤمنه بهتر است از زن مشرکه، ولو اعجبتکم، گرچه اون مشرکه شما را در شگفت بیندازد، شما را در تعجب بیندازد، یعنی جمالش، زیباییش باشد. این زیبایی ها عارضی هست، از بین میره. ولا تنکحوا المشرکین حتی یؤمنوا، همچنین مردان مشرک را نکاح ندید، یعنی دختران مسلمان را به عقدشون در نیاورید، حتی یؤمنوا، تا اینکه ایمان بیاورند. البته
تا اینکه ایمان بیاورند، نه اینکه به خاطر دختر شما ایمان بیاورند. خیلی ها هستن میگه ما آمدیم به این مذهب گرایش داریم. انگیزه چیه؟ چه کتابی مطالعه کردی؟ چه سخنرانی شنیدی؟ چه بالاخره چیزی دیدی؟ فکر خاصی نداره. بعدا معلوم میشه که عاشق یک دختری شده، لذا میخواد که تغییر مذهب بده. این دیگه به درد نمیخوره، این همون مهاجر ام قیس میشه. لذا الله میفرماید ولا تنكحوا المشرکین حتی یؤمنوا، مردان مشرک را نکاح ندید، یعنی دخترانتون را ندید به اونها، دامادشون نکنید تا ایمان نیاوردند. ولعبد مؤمن خیر من مشرک ولو اعجبکم، البته یک برده مؤمن بهتر است از اون مرد مشرک گرچه اون شما را به تعجب وادارد، مالش، جمالش، زیباییش، سرمایش. چرا؟ چون که مسیر مشرکین با مسیر مؤمنین فرق می کند. مسیر اونها آتش است، جهنم هست، و مسیر اینها و اون مسیری که خدا شما را راهنمایی می کند، خدا به سوی ایمان. این مسیر مغفرت، بهشت. اولئک یدعون الی النار، اونها فرامی خانه شما را، دعوت میدن شما را به سوی آتش، یعنی مشرکین. ای الی الاعمال الموجبه للنار، قرطبی، اعمالی که باعث آتش میشه. والله یدعو الی الجنة والمغفرة باذنه، اما الله دعوت میده به سوی بهشت و به سوی مغفرت باذنه، به توفیق خودش. ای والله یدعو الی الجنة والمغفرة، ای الی اعتقاد الحق والعمل الصالح الموصلين الیهما باذنه، یعنی بتوفیقه. ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون، و آیات خودش را بیان می فرماید برای مردم تا مردم پند بگیرند، تذکر بگیرند. پس این آیات باید برای کسی که مسلمان است کافی باشد، بیشتر دنبال فلسفه نباشد، چون و چرا نباشد. بعضی ها گاهی پیش میاد متاسفانه، بعضی ها یک جای دل میدند و فریفته میشن، وقتی که میگیم مشکلاتی داره، الان هر چی که دلیل برایشون ذکر میکنیم دلیل تو ذهنشون نمیاد. بالاخره همین کافیه که و یبین آیاته للناس لعلهم یتذکرون، پند بگیرند. آیات همین که بگیم خدا گفته درست نیست کافی باید باشه. و یسألونک عن المحیض، مسئله دیگری از مسائل ذو وجهین، همخوابی در حالت حیض. یسألونک عن المحیض، شما را سوال میکنن از محیض، یعنی از نزدیکی با زنی که حالت حیض داره. در این باره هم افراط و تفریط بود. اون چیزی که در تفاسیر نوشته یهودی ها و هم مجوسی ها زن را که از حیوان هم بدتر می دانستن، بالخصوص زمانی که زن این مشکل و این عذر شرعی را داشت. حتی در این ایام عادت با او در یک اتاق نمی نشستند، با او صحبت هم نمی کردند، با او روی یک سفره نمی نشستند، در یک ظرف غذا نمی خوردند، مثل حیوانی از او فاصله می گرفتند. اما در ایام پاکی بلا نسبت از او استفاده جنسی می کردند. پس زن وقتی که این عادت را داشت برای اونها بسیار منفور بود. این دو گروه، یهودی ها و مجوسی ها. باز دو گروه دیگه که مسیحیان و مشرکین، اینا برعکس بودند. اینها عرض کنم که هم با زن نشست و برخاست داشتند، هم همخوابی داشتند
برای این مسائل پروایی نداشتند. اون افراط و این تفرید. اسلام وقتی که آمد و قرآن دستور داد، یک دستور بینی، این یک عذر شرعی هست، زن در این باب هیچ نقشی ندارد، لذا میتونی با زنها یک جا زندگی کنی، بنشینید و حتی در یک رختخواب باشید، فقط همخوابی نباشد. وقتی که این دستور صادر شد، یهودی ها اعتراض کردند، گفتند که هر حکمی این دین صادر میکنه، این شریعت با ما مخالفت میکنه، با ما دشمنی داره. بعضی صحابه میخواستند دشمنی را کاملتر بکنند، آمدن گفتن یا رسول الله، حضرت اسید بود، یکی عباد ابن بشر، گفتن یا رسول الله در حالت حیض مجامعت هم بکنیم تا کامل مخالفت با یهود بشه؟ در حدیث می آید که چهره رسول الله متغیر شد، ناراحت شد، چون خدا گفته نه. ما فکر کردیم که دیگر رسول الله خیلی بر اینها عصبانی است، اینها متوجه شدن، سکوت کردند، دیگه هیچ نگفتند. لحظاتی گذشت، بعداً یک نفر مقدار شیر آورد برای آن حضرت صلی الله علیه و سلم و بعداً اون دو نفر را صدا زد و مقدار شیر بهشون داد، میخواست دلشون یک مقدار آرام بگیرید، چون خیلی آن حضرت بر اونها عصبانی شدن. بعدا ما متوجه شدیم الان رسول الله بر اونها عصبانی نیست. منظور اینه که هر چی که قرآن گفته خیر در همون است. الله میفرماید یسألونک عن المحیض، شما سوال میکنه از زنی که در حالت حیض هست، قل هو اذن، بگو این اذا هست. اذا دو معنا دارد، یکی اذا از اذیت کردن هست، از اذیت شدن هست، یعنی در اون حالت باعث مریضی میشه، هم مریضی در زن و هم در مریضی در مرد. و یکی دیگه اذا به نجاست و به گند هم میگویند، تلطیخ دیگه، تلطیخ خون میشه. و لذا با توجه به اون اذا فاعتزلوا النساء فی المحیض، جدا بشید، یعنی اجتناب بکنید در ایام حیض. از نظر چی؟ از نظر همخوابی. ولا تقربوهن حتی یطهرن، نزدیک اونها نشید، بالوطی والمجامعه، نزدیک شدن از نظر همخوابی فقط، حتی که پاک بشند. فاذا تطهرن، وقتی که پاک شدن، فأتوهن، پیش آنها بیایید. پیش آنها بیایید کنایه از همخوابی، جماع. من حیث امرکم الله، اما از همان راهی که الله دستور داده. راهی که الله دستور داده به تعبیر عربها راه حرث، نه راه فرث. راه حرث و راه کشت راه قبول است، راه فرث و راه نجاست راه دبر است. متاسفانه یه مریضی هست که خیلی ها امروز میپرسند از راه فرث و از راه پشت نزدیک شدن چیه؟ این بالاخره هم اذا هست، هم حرام هست. من حیث امرکم الله آیه قرآن است، از همون راهی که الله اجازه داده. ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین. اینجا خدای تعالی ترغیب توبه میده اگر در گذشته کسانی دچار اشتباه شدند. الله دوست دارد کسانی که توبه بکنند، تا حالا نمیدونستند الان توبه بکنند. و الله دوست داره کسانی را که پاکیزگی را اختیار میکنند. لذا در حالت حیض و در حالت اون عادت ماهیانه نزدیک شدن خلاف پاکی هست. خداوند کسانی را که پاکیزگی را انتخاب و اختیار میکنند دوست دارم. باز عرض کردم که راه یکی باشه، کیفیت هر چی باشه، به هر کیفیتی باشه، این فرقی نمی کنه. چون یهود در روایت ها می آید، یهود می گفتند
که اگر کسانی بخواند که فرزند داشته باشن ولی بلا نسبت نزدیک زنشون از طرف مخالف بیان، پشت بیاند، اما راه همون راه یک راه جلو باشد، بچهشون چشمش کج میشه و از این چیزها. اینا تمام خرافات بود، تمام دروغ هایشون بود. الله میفرمه نساؤکم حرث لکم، زنها به منزله کشت هستند. فأتوا حرثکم انا شئتم، انا شئتم یعنی کیف شئتم، به هر کیفیتی که میخواهید. و قدموا لانفسکم. اما ببینید این نکته خیلی مهم است. تمام هم و غم این مسائل نباشه، مسائل همخوابی و مسائل مجامعت و مسائل همبستری و اینها نه. برای خودتون یه چیزی تقدیم بکنی، یعنی تمام شب مشغول شهوات و لذات نباشید، بخشی از شب را بیاد رب بگذرانید. طاعت و عبادت. زندگی فقط این مسائل نیست، زندگی فقط شهوت رانی نیست و ارضای مسائل جنسی نیستند. و قدموا لانفسکم در لابلای این مسائل که اون مسائل هم از ضروریات انسان هستند. و اسلام بعضی ها مسخره می کنند وقتی که این آیات را اسلام به چه چیزهایی توجه کرده و چه چیزهایی در قرآن آمده. حضرت سلمان فارسی رضی الله تعالی عنه را یک یهودی گفت که ما شنیدیم که این پیغمبر به شما هر چیز را یاد میده، حتی دستشویی کردن را بلا نسبت. او با افتخار گفت بله، حتی به ما فرموده که با دست راست استنجا نکنید، با عرض کنم که استخوانی خودتون را تمیز نکنید و چیزهایی بیان فرمود که حضرت. منظور اینه که همه چیز را اسلام یاد داده، همه آداب ریز و درشت را یاد داده. اینها لازم هستند برای بعضی ها در زندگی، بعضی سردرگم میشند. لذا ضمن این که اینها را اسلام تعلیم میده، اما در پایان چی میفرماید؟ میفرماید که تنها زندگی نام این مسائل نیست، نام مسائل جنسی نیست، نام بالاخره تکمیل کردن شهوت نیست. اینا هم ضرورت هستن، خدا در هر انسانی پیدا کرده. از همون طریق مشروعش انسان اینها را داشته باشه، اما یه سری مسائل مهمتری هست. مثلا این که زندگی اصلی این زندگی دنیا نیست، زندگی اصلی زندگی عقبا و آخرت است. چیزی برای اونجا بفرست. و قدموا لانفسکم واتقوا الله. اون در صورت انسان برای آخرتش چیزی میفرسته که از خدا بترسد، پروا داشته باشد. از الله بترسید، این نسخه عمل است. از الله پروا داشته باشید. و نسخه تقوا، و این تقوا چطور درست میشه؟ واعلموا انکم ملاقوه. بدانید، یقین داشته باشید که خدا را چی میکنید؟ ملاقات میکنید. و بشر المؤمنین. اما چه کسانی به اینها عمل میکنه؟ مؤمنین. لذا برای مؤمنین پیشا پیش بشارت است. مژده بده اهل ایمان را، اهل ایمانی که تقوا را پیشه میکنند، اهل ایمانی که برای آخرتشون فکرمندند، ذخیره دارند. ولا تجعلوا الله عرضة لایمانکم. بحث عمل بود، بحث نیکی کردن، بحث آمادگی برای آخرت. بعضی موانع گاهی هستند که خود انسان ایجاد میکنه برای کار نیک، برای کار خیر، برای کار خوب. الله تعالی می فرماید که این موانع را قرار ندهید. مثلا بعضی سوگند یاد میکنن، سوگند میخوره. چرا سوگند میخوره؟ که من فلان کار را نمیکنم. حالا اون کار خوبی هست. حالا مانع کار خوب چی میشه؟ اسم خدا العیاذ بالله. مثلا قسم میخوره من با پدرم حرف نمیزنم. حالا حرف زدن به جای خود خدمت کردن و کفش ها را جلوی پای پدر گذاشتن یک افتخاریه.
چه برسه تو میخوای حرف نزنی. الان چه چیزی مانع حرف زدن است؟ اسم خدا. الله تعالی میفرماید نام الله را شما مانع قرار ندهید برای نیکی ها. و یا اینکه بالاخره انسان سوگند یاد کنه به مسجد نمیره، نماز نمیخونه، این چیزها، روزه نمیگیره، نباید نام خدا مانع خیر بشه. ولا تجعل الله عرضة. اصل عرضه به معنای چی هست؟ وقتی که شما یه جایی عرض کنم که تمرین تیراندازی بکنی، یه نشانه بذاری، اون نشانه رو میگن عرضه. اسم خدا دیگه نشانه شما نباشد هر قسمی برای هر چیزی بخورید شما اسم خدا را بیارید. اما مراد اینجا مانع هست. العرضة عبارة عن المانع. تفسیر کبیر گفته شما اسم خدا را مانع و حجاب قرار ندید. لایمانکم، لام تعلیلیه هست به سبب قسمهایتون. چون قسم خوردی حالا اسم خدا شده مانع. از چی مانع شده؟ ان تبروه، یعنی من ان تبروه، از این که شما نیکی کنید یا تقوا را پیشه کنید یا اصلاح بین الناس. بعضی ها مثلا قسم میخوره من اینجا دخالت نمی کنم. خب دخالت نکنید، دو گروه هست هم دیگر را میکشند میزنند. من قسم خوردم من پا نمیگذارم، این دیگر نشد. حالا مانع کار خیر چیه؟ مانع اصلاح بین الناس چی هست؟ قسمه. چرا اسم خدا را هر جا مانع قرار میدی؟ والله سمیع علیم. الله عزوجل هر سخن شما را شنواست و هر عمل شما را داناست. حال وقتی که بحث قسم آمد، آیا همه قسم ها مورد داره؟ الله تعالی میفرماید بعضی قسم ها هستن مورد نداره، مشکل نداره. اصل قسم سه قسم است که اینجا اشاره شد به اقسامش. یکی قسم لغو است. لا یؤاخذکم الله باللغو فی ایمانکم. خداوند شما را مؤاخذه نمی کند وقتی که در قسم های شما قسم لغو باشد. قسم لغو دو تعریف کردند، هر دو تعریف درسته. یکی این که قسم لغو به اون قسمی میگویند که ناخودآگاه قسم بر زبان انسان میاد، عادت کرده. مثلا عرب ها حتی به هم دیگه ماه را نشان میدادن، میگفت این ماه هست، نمیگفت این ماه هست، میگفت والله این ماه هست، والله این هذا الحلال. لذا حالا اینجا نیازی به والله نبود، ولی خب بلا اختیار از زبان خارج میشه. این چیه؟ این قسم لغو است. بعضی این تعریف را کردن، اینم درسته. بعضی این تعریف را کردن قسم لغو اینه که شما به چیز سوگند یاد میکنید که اعتقاد داری این چیز همون طوری که من سوگند میخورم، ولی در واقعیت خودت خبر نداری این طور نیست. مثلا خبر میدیم به کسی او میگه اذان شد، میگه بله اذان شد، میگه نشد، قسم میخوره شد. حالا فکر میکنه اذان شده، چون در بالاخره حافظهش ذهنش یک چیزی مثل اذان شنید، لذا سوگند میخوره، اعتقادم داره که من درست سوگند میخورم، در حالی که واقعیت و نفس الامر چیزی دیگه هست. حالا اینجا که خلاف قسم میخوره قصدن نیست، بلا قصد است. این هم قسم لغو است که انسان به چیزی سوگند یاد کند که به مطابق اعتقادش باشه، اما مطابق نفس الامر و واقعیت نباشه. لذا الله می فرماید لا یؤاخذکم الله باللغو فی ایمانکم. الله شما را مؤاخذه نمی کند با لغو که در قسم های شما باشد. این دو نوع از اقسام لغو هستند. اما دو قسم دیگه هستند غیر از این. یکی هست قسم غموس و یکی هست قسم منعقده. قسم منعقده کفاره دارد، کفاره قسم. قسم منعقده این است که انسان سوگند یاد میکنه برای آینده،
در زمان آینده فلان کار را میکنم، بعدا نمیکند، قسمش میشکنه دیگه. یا فلان کار را نمیکنم، بعدا انجام میده، خب قسم شکست، این باید کفاره بده. مثلا سوگند یاد میکنه که پا به بازار نمیگذارم، ولی بعدا میره بازار، خب قسمش شکست. این سوگند عرض کنم که کفاره داره. کفارش آمده که غلامی آزاد میکنه، یا 10 تا مسکین را غذا میده، یا لباس میده. اگر نداشت فمن لم یجد فصیام 3 ایام، 3 روز روزه بگیرد. این 3 روز روزه مال کسی که فقیر باشه، نادار باشه، نه اینکه سرمایه داره میگه 3 روز روزه میگیرم، نه. خب اما یکی دیگه از قسم غموس. قسم غموس اینه که انسان بر گذشته برعکس اون قسم لغو، بر گذشته قسم میخورد، به دروغ قسم میخورد، میدوند که قسم به دروغ میخورد. مثلا یک کاری را انجام داده، حالا میگن تو انجام دادی، میگن نه، قسم میخوره من انجام ندادم، به دروغ قسم میخوره. بعضی فقهای دیگه میگن اینم کفاره داره، ولی امام ابو حنیفه میگه این کفاره نداره، ولی این گناهش خیلی زیاده. اسم خدا را شاهد میگیره و گواه میگیره در حالی که دروغ داره میگه. لذا الله می فرماید لا یؤاخذکم الله باللغو فی ایمانکم، الله شما را مؤاخذه نمی کنه با لغو در قسم های شما، ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم، این غموس است. اما الله شما را مؤاخذه می کنه به اون چیزی که دل های شما کسب کرده، یعنی در دل میدونی که خلاف داری میگیم. مؤاخذه، اکثر مؤاخذه در دنیا هم از دنیا شروع میشه، از همینجا بدبختی آغاز میشه. والله غفور حلیم، الله بخشاینده است برای کسی که توبه بکنه، و اگر خدا زود مؤاخذه نکنه هم از حلم و بردباریش هست، مغرور نشوید. للذین یؤلون من نسائهم، حالا بحث قسم که آمد، یکی دیگه قسم هست در باب نکاح که اون را ما از نظر فقهی و اصطلاح قرآنی بهش میگیم ایلا. ایلا چیه؟ ایلا هم معنیش قسم است. از نظر لغت ایلا به معنی سوگند، قسم. اما از نظر اصطلاح ایلا اینه که کسی قسم میخوره برای 4 ماه یا بیشتر از 4 ماه که پیش زنش نمیره، نزدیک زنش نمیره، بازن بلا نسبت نمیخوابه با زن خودش. حالا کسی اگر چنین قسمی خورد و تا 4 ماه نرفت یا از 4 ماه گذشت، 4 ماه که گذشت یک طلاق باین واقع میشه دیگه، زن از او جدا میشه، زنش نمیشه، دوباره خاص زنش بشه، بگه تجدید نکاح و تجدید مهر و همه چیز، یک طلاق واقع شد. اما اگر چیکار کرد؟ قبل از قسم خورده برای 4 ماه، برای 5 ماه، اما بعد از 2 ماه رفت نزدیکش، خب اینجا کفاره قسم لازم میشه دیگه، زنش میشه ولی کفاره قسم لازم میشه. للذین یؤلون من نسائهم، برای آنهایی که ایلا میکنن زنهایشون را، تربص 4 اشهر، انتظار 4 ماه هست. فان فاؤوا، اگر رجوع کردند، فإن الله غفور رحیم، همانا الله بخشنده و مهربان است، همون کفاره قسم را فقط بدند. اما و ان عزم الطلاق، ما با ترک زن و با ترک رجوع عزم طلاق را داشته، میخواستن طلاق بشه، خب طلاق میشه دیگه. فإن الله سمیع علیم، همانا الله هر چیز را شنواست و از هر اراده دل آگاه است، علیم است. خب حالا که بحث طلاق چند تا هست و طلاق چند نوع هست. ببینید اولا این مسائل فقهی هست، اینجا چون
سعی میشه که آیات فهمیده بشه، مقداری توضیح لازم است. اولا طلاق دو نوع هست، طلاق صریح و طلاق کنایه. طلاق صریح اینه که با لفظ طلاق طلاقش میده، کسی زنش را انت طالقون میگوید. و طلاق کنایه اینه که با الفاظ کنایی طلاقش میده و نیت طلاق هم میکنه. در طلاق صریح نیت طلاق نیست، به شوخی طلاق بده هم طلاق میشه، تهدید بکنه به طلاق بده هم طلاق میشه. اما در الفاظ کنایی طلاق واقع میشه که نیت داشته باشه. وقتی که نیت کرد و کلمه کنایی گفت، مثلا در عرف ما بیشتر خواهر و مادر، کسی به زنش بگه خواهرم هستی تو مادرم هستی، یا بالاخره از خانه او را بیرون بکنه و کلمه بگه که برای همیشه از خانه من برو و نیت طلاق بکند، خب این الفاظ کنایی هستن، طلاق واقع میشه. اما با الفاظ صریح طلاق رجعی واقع میشه، یعنی در عده میتونه رجوع بکنه بدون تجدید نکاح. اما در طلاق کنایی دیگر حق رجوع نداره مگر اینکه با هم تجدید نکاح و تجدید مهر بکنند. خب تا یک طلاق و دو طلاق وقتی که بده طلاق صریح حق رجوع داره در زمان عده، اما عده اگر تمام شد دیگر رجوع نمیتونه بکنه. بعد از عده میخواد رجوع بکنه باید تجدید نکاح بکنه، دوباره مهر تعیین بشه. اما اگر 3 تا طلاق داد، 3 تا طلاق دیگه مغلظه میشه. مغلظه که بشه دوباره برایش نکاح درست نیست. در یک صورتی فقط نکاح درسته که زن چند مرحله را بگذراند. یک، عده این شوهر چی بشه؟ تمام بشه، از عده این شوهر خلاص بشه. 2، با یک شوهر دیگه ازدواج بکنه. 3، اون شوهر دیگه شوهر جدید باش همخوابی داشته باشه. 4، اون شوهر طلاقش بده. 5، عده اون شوهر چی بشه؟ تمام بشه. بعد از این 5 مرحله میتونه دوباره زن این شوهر اول بشه. لذا همه اینها در این آیات آمدن. والمطلقات یتربصن بانفسهن 3 قروء. زنهایی که طلاق داده میشوند، همین ایلا یکی از صورتهاش طلاق باینه. یتربصن بانفسهن، در انتظار بگذارن خودشان را، یعنی منتظر باشند برای یک نکاح دیگه، برای تمام شدن از این عده. 3 قروء، 3 حیض، 3 مریضی. ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن. اینجا این مسئله چیزی هست که شهادت یک زن کافی است. بعضی وقتا میگن شهادت یک زن در چه مواردی لازم کافی هست؟ در این موارد. این زن بعداً خودش میتونه بگه که این 3 مریضی تمام شد، یا میتونه بگه که من مریض نشدم، حامله هستم. بالاخره ولا يحل لهن، حلال نیست برای این زنها ان یکتمن ما خلق الله، اینکه کتمان بکنند، مخفی کاری بکنند اون چیزی را که خداوند آفریده در رحمشان خلق کرده. در رحم چه خبر است؟ یا حمل است یا حیض است. لذا اگر حیض است بگه یکی تمام شد، 2 تا تمام شد، 3 تا تمام شد. و اگر نیست حمل است بگه که حامله هست. ان كن يؤمن بالله واليوم الاخر، ان كن يؤمن بالله واليوم الاخر، این جمله شرطیه نیست که یعنی اگر ایمان به خدا دارند برایشون کتمان حلال نیست، اگر ایمان ندارن کتمان حلاله. نه خیر، این جمله شرطیه نیست، بلکه این جمله تهدید هست و جمله زجر و سرزنش هست و تشویق است بر اینکه خلاف نگویند.
اگر ایمان به خدا دارند، یعنی ایمان می طلبد، واقعیت را بگن، کتمان نکنند. لیس المراد شرطیه قصد الاصلاح لصحة الرجعه، بل هو الحث عليه والزجر عن قصد الضرار. ضرر نده، توبیخ هست که ضرر نده به شوهر، بلکه واقعیت را بگه. لذا اگر ایمان به خدا و روز آخرت داره دیگه کتمان نکنه. و بعولتهن احق بردهن فی ذلك ان ارادوا اصلاحا. شوهرهایشون حقدارتر هستند به رد اون زنها در همین عده، در مدت تربص. فی ذلك ای فی مدت تربص، اما به شرطی که ان ارادوا اصلاحا، اگر اراده اصلاح را داشتند. اون عبارت را اشتباه خونده، اون عبارت مال اینجا بود. این ان کن یؤمن بالله والیوم الاخر عبارتش بود هذا وعید شدید لتأکید حرمت الکتمان. این جمله شرطیه نیست، این وعید هست برای چی؟ برای حرمت کتمان. اما ان ارادوا اصلاحا، منظور از این جمله شرطیه این نیست که اگر اراده اصلاح داشتند احق هستند، بلکه این تشویق است که اراده اصلاح بکنید. لیس المراد به شرطیه قصد اصلاح لصحة الرجعه، یعنی اگر شوهر قصد اصلاح داشت رجوعش صحیحه، نه این نیست. اگر قصد اصلاح نداشت هم رجوع کرد، رجوع درسته. اگر هدفش اذیت کردن زن بود باز هم رجوع کرد، رجوعش فقها صحیحه. بل هو الحث علیه، بلکه تشویق است که ای شوهر اگر میخوای به این زن برگردی هدفت اصلاح باشه، چیزی دیگه نباشه. خب حالا یه مسئله، چون بعضی مسائل جدید هستند، اعتراضات جدید هستند که مطرح میشوند. ببینید الله عزوجل زن را و مرد را آفریده. میدونیم که خواصی که در مرد هست و در زن هست با هم دیگه تفاوت دارن، خصوصیاتشون، روحیاتشان، تمایلاتشان، احساساتشان. این کسی دیگه نمیتونه انکار بکنه. غیر مسلمان هم میدونه که زن و مرد عواطفشون، احساساتشون بسیار با هم دیگه تفاوت. الله تعالی یک سری ظرافت‌هایی، یک سری محاسنی، خوبی‌هایی به زن داده، اونها را به مرد نداده. بعضی کارها هستن که زنها میتونن انجام بدن، مردها بکشن خودشون را نمیتونن انجام بدن، الا ماشاءالله بعضی استثناء. ولی بعضی کارها هستن که بعضی صلاحیت‌ها را به مردها داده که زنها هر کاری بکنن نمیتونن انجام بدن. اینجا اگر کسی بخواد اعتراض بکنه العیاذ بالله، این اعتراض به خلقت و آفرینش است که این از هر کفری بدتر است. چون الله تعالی هر یکی را برای هدفی خلق کرده، هر یکی را برای مقصدی خلق کرده. یکی از تفاوت‌ها اینه که تحمل مرد این عمومی و اکثر و اغلب، حالا بعضی استثناء هست یه مرد تحملش خیلی کمه، زن زیاده، ولی عموما دارم عرض میکنم تحمل مرد و ظرفیت مرد از زن بیشتره و زن عاطفش، احساساتش بیشتره. به همین خاطر الرجال قوامون علی النساء به این معنی که مرد را مدیر خانه گذاشته. مرد عرض کنم که مسئولیت داره و طلاق را هم به دست مرد داده. اگر طلاق ها به دست زنها بود، خود زنها هم میدونند، با توجه به این احساساتی که همواره احساساتی میشوند، با توجه به این کم صبری که اونها دارند، کم تحملی که اونها دارند،
هر روز هزاران طلاق بالاخره میشد. ولی الله عزوجل حکیم هست، کار رب و حکمت است. خب حالا یک اعتراض اینجا هست که چرا اینجا رجوع در باب طلاق رجعی فقط مال مرده، زن اینجا اختیاری نداره. طلاق باین که بشه جدا بشن اختیار مال هر دو هست. مرد دلش خواست ازدواج مجدد میکنه ولی تنها دل مرد نه، زن را میگن تو راضی هستی، اگر راضی بشه میشه، اگر راضی نباشه نمیشه. اما قبل از اون در طلاق در رجعی دیگه برای رجوع کردن تمایل مرد شرطه، تمایل زن شرط نیست. حالا سوال اینجاست که چرا اینجا به زن اختیار داده نشده؟ بس اینه که اون نکاح هنوز از بین نرفته. این همون نکاحی هست که اول این نکاح زن خودش انتخابش کرده. اول مگر برای نکاح کردن و نکاح دادن یک زن به یک مرد نباید از زن سوال کرد؟ حتما رضایت زن شرطه، رضایت نباشه نکاح مشکل داره. پس این نکاح هنوز تمام نشده. به این خاطر چون طلاق به دست مرد هست، گویا مرد نیمه طلاق داده، رجوع که می کند طلاق را نمیده دیگه. پس به این خاطر اینجا نیازی به رضایت زن نیست، با توجه به این که طلاق را خدا به دست زن نداده. و الا برای زندگی رضایت هر دو لازم هست. زن را هیچ کسی نمیتونه بالاجبار نکاح بکنه، لذا این رجوعی که الان میکنه همون نکاح قبلی دیگه، یک نکاح جدیدی نمیبندن. اون نکاح قبلی از این زن مشوره شده، از این زن رضایتش گرفته شده، بدون رضایت که نمیشه. بنابراین میفرماید که و بعولتهن، شوهرهای اونها احق بردهن، برای رد اونها و بازگشت اونها حق دارتر هستند در این زمان تربص از این که بره یک شوهر جدیدی معلوم نیست اونجا زندگی چی میشه، اینجا شاید اولاد دارن، مشترکات دارن. اگر اراده اصلاح، یعنی اراده اصلاح بکنن مردها. ولهن مثل الذی علیهن بالمعروف، برای مرد، برای زن هاست، یعنی زنم حق داره، برای زن هست مثل آن چیزی که بر زن است طبق دستور شرعی. یعنی چه؟ اول اینجا مراد از مماثلت در وجوب است، در جنس فعل نیست. هر حقی که مرد داره زن هم همون حق را داره، یا برعکس هر حقی که زن داره مرد هم همون حق را. هر یکی از اینها حقوقشون فرق میکنه. مثلا زن این حق را داره که مرد برایش خرج بکنه، لباس بگیره، اما مرد این حق را نداره که زن برای اون خرج بکنه، برای اون لباس بگیره. اون زنی که بر مرد حق داره و اون مردی که بر زن حق داره، نوع حق و جنس حق با هم دیگه چی دارن؟ فرق دارن. پس این مماثلت از نظر چیه؟ وجوب. یعنی همونطور که ادای حقوق مرد واجبه، ادای حقوق زن هم واجبه، اما نوع حقوق با هم دیگه تفاوت داره. وللرجال علیهن درجه، برای مردان بر آن زنان درجه هست، فضل هست. این فضل را هم نمیشه انکار کرد. چرا؟ چون که بار به دوش مرده، زحمت به دوش مرده. مرد خودش را به هر تر و خشک میزنه، مرد به هر گرمی و سردی میزنه، مرد مجبوره مسکن را تهیه بکنه، لباس را تهیه بکنه، نفقه را تهیه بکنه، هزینه ها را آماده بکنه، همه کارها را باید مرد بکنه. پس از این جهت درجه هم داره. والله عزیز حکیم، الله غالب است. هر کاری که الله عزوجل بخواد انجام بده غالب هست و در کارهای الهی هم حکمت است. حالا ببینید همین که الله عزوجل این توانایی را به مرد داده، این ظرفیت را به مرد داده، در جاهایی که زنهایی هستند خود سرپرستند و بی سرپرستند، ببینید اون زنها با چه مشکلاتی مواجه هستند،
چقدر در زندگیشون رنج میکشند. اون روزهایی که سایه مرد را بالا سر داشتند با اون روزهایی که این سایه را از دست میدن چه تفاوتهایی دارد؟ مشخصه که این فضیلت را الله عزوجل به مرد داده. خب این بحث طلاق بود و بحث رجوع هم فرمودن که مردهای خودشون احق هستند. اما تا چه اندازه، تا کی مرد میتونه که رجوع بکنه؟ الله میفرماید الطلاق مرتان، طلاق دو بار. بعد از 2 بار یعنی 1 بار، 2 بار، بعد از 2 بار فامساکم بمعروف او تسریح باحسان. نگهداری زن طبق دستور شرعی یا رها کردن هم به احسان، به خوبی، با احسان، با خوشی و لطف کردن به او. ولا يحل لكم ان تأخذوا مما آتيتموهن شيئا. یکی از بدترین صورت ها اینه که مرد وقتی که زن را میخواهد رها بکند عرصه را طوری بر زن تنگ میکند که هرچی خرج کرده اونها را از حلقومش بکشه، چه به عنوان مهر داده، چه طلاق خریده، و بعضی ظلم بالاتر اون لباس و اون خرج و مخارجی که برای مردم کرده که این اصلا جایز نیست، اینا صدقه بودن، به شکم مردم رفتن، اونها را هم میخواد از زن بگیره. حتی مهر را هم درست نیست مگر در صورت خلع. صورت استثنایی. الان تو مردم جا افتاده هر روز این سوال را میپرسند اگر زنی خودش طلاق بخواد باید از آیا مهر به او تعلق میگیره؟ بله، مهر به او تعلق میگیره. زن را به محض اینکه کسی عقد بکنه نصف مهر لازم میشه. به محض اینکه زن را عقد بکنه و محرمش بشه نصف مهر لازم میشه. و شب اول زفاف وقتی با او خلوت میکنه، وقتی با او بالاخره همخوابی داره، مهر کامل لازم میشه. مهر دیگه تمام شد. مهر با همون مرحله فرض شد، واجب شد، لازم شد، تمام شد. این به گردن مرد هست. حالا با توجه به یک سری مشکلاتی که مرد داره، زن نمیخواد باید زندگی بکنه، میگه من باید زندگی نمیکنم، دیگه اون حقش پایمال نمیشه. اگر مرد لطف کرد و دید که بله من مقصرم و این زن را باید آزاد بکنم، طلاقش داد، مهر را که باید بده. مهر لازمه، ولو اینکه 100 بار زن تقاضای چی بکنه؟ طلاق بکنه. در یک صورتی مهر نیست، یا مهری که زن گرفته پس میده که زن وارد معامله بشه با او، گویا یک معامله جدیدی. به مرد میگه من طلاق بده و میگه طلاق نمیدم، میخواد اسیرش بکنه، میخواد نگهش داره، نه خودش را اصلاح میکنه نه طلاقش میده. آخر اون زن میگه بیا من اصلا مهر را به تو میبخشم، مهری که به من دادی بهت پس میدم، بیا با من خلع کن. این را در اصطلاح میگن خلع. به این شرط بعدا راضی میشه، در این صورت مهر ساقط میشه. و الا به نفس طلاق خواستن مهر از او چی؟ ساقط نمیشه. الله تعالی همه این مسائل را اینجا بیان میفرماید. ولا يحل لكم ان تأخذوا مما آتيتموهن شيئا. حلال نیست برای شما اینکه بگیرید از آنچه که به اون زنها دادید هیچ چیزی را، الا ان یخافا الا یقیما حدود الله، مگر مزاجها چنان با هم تفاوت دارد، سلیقه ها چنان با هم دور هست که هر دو میترسند، زن و شوهر میترسند الا یقیما حدود الله، حدود الهی را نمیتوانند قائم بکنند، حقوق یک دیگر را نمیتونند ادا بکنند. فان خفتم، اگر شما اولیا میترسیدید الا یقیما حدود الله، این که زن شوهر نمیتوانند حدود الهی را،
برپا و قائم بکنند. فلا جناح علیهما، اون وقت گناهی نیست. گناهی نیست به چه معنا؟ به معنای اینکه مباح است. فی مفتدت به، در آنچه که زن به عنوان فدیه میده، یعنی یک فدیه میده تا از او طلاق بگیرد، فدیه میده تا خودش را از او خلاص کند. خب این فدیه را عرض کنم به اندازه مهر گفتم، بیشتر از مهر نه. تلک حدود الله فلا تعتدوها، اینها حدود الهی هست، از این تعدی نکنید. از این بعضی تعدی میکنند. بعضی زن بیچاره را اسیر میکنه، میگه تا این مبلغ ندی. حالا اون مبلغ چه مبلغیه؟ مبلغی که به زن داده، مبلغی که 20 گوسفند کشته و به مردم غذا داده و عرض کنم که هر چی که شیرینی گرفته و شربت گرفته و هر چی که در طول این مدت برایش هدیه و کادو و سوغات برده و بعد 2 برابر به نرخ روز هم حساب میکنه، بالاخره چنان میکنه که زن مجبور میشه همه اینها را پرداخت میکنه. این تعدی از حدود الهی است. این را میگیره، زن را آزاد میکنه، ولی این برایش وبالی میشه، این برایش بلای جانی میشه. لذا الله میفرماد تلک حدود الله فلا تعتدوها، این حدود الهی هست، از این تعدی نکنید. و من یتعد حدود الله، هر کسی تعدی کند از حدود الهی، فاولئک هم الظالمون، این افراد، این گروه ها، این متعدیان، اینها ظالمین هستند، اینها ستمگران هستند، اینها دارن ظلم و ستم میکنن، باید پاسخگوی ظلمشون باشن. خب پس بعد از 2 طلاق ذکر شد که یا رجوع بکند یا به حال خودش رها بکند تا زن بره. اما در وسط بحث چی آمد؟ بحث خل آمد، همون فدیه که به عنوان خل میده. بعد از 2 ادامه همون الطلاق مرتان هست. الطلاق مرتان، این فإن طلقها متعلق به او هست. 2 طلاق داده، فإن طلقها، اگر طلاق سوم را داد، 3 تا که بده چی میشه؟ مغلظه میشه. فلا تحل له من بعد، دیگه حلال نمیشه این زن برای اون شوهر بعد از این، چه در عده چه بعد از عده، فرق نمیکنه. حتی تنکح زوجا غیره، حتی که این زن ازدواج کند با شوهر دیگر و اون شوهر دیگر هم چیکار بکند؟ همه اون اموری مراحلی که گفتیم طی بکند. امام رازی نوشته مذهب و جمهور المجتهدین، جمهور مجتهدین مذهبشون اینه که ان المطلقه بالثلاث، زنی که 3 طلاق داده شده، لا تحل لذلك الزوج، برای این شوهر اولی حلال نمیشه الا ب5 طرائق، مگر 5 مرحله را طی بکند. اون 5 مرحله را بنده توضیح دادم. 1 تعتد منه، از این شوهر عدش تمام بشه. 2 و تعقد للثانی، دومی را چی بکنه؟ عقد بکنه. 3 و یطأها، اون دومی باش همخوابی هم داشته باشه. 4 ثم یطلقها، اون دومی طلاقش بده. 5 ثم تعتد منه، بعدن عده اون را هم تمام بکنه، بعدن میتونه با این شوهر اول ازدواج کنه. اما به همین نیت اگر بره ازدواج بکنه با مردی، شرط میگذاره، این نکاح هم همون نکاح موقت میشه، باش ازدواج میکنه، میگه 1 شب بعد زندگی کنم بعدن طلاقم بدی، این گرچه مسئله شون و مشکلشون شاید حل بشه، ولی لعنت و نفرین خدا آمده برای اینا. بلا نسبتی حیوانی نیست که بالاخره هر وقت و هر شبی با یکی باشه. لذا این چیز نیست. لعن الله المحلل والمحلل له، خدا اون مردی را که زنی را میخواد حلاله بکنه و اون مردی که به خاطر اون این حلاله انجام میگیره، هر دو را خدا لعنت کرده.
فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فإن طلقها، اما شوهر دوم طلاق داد بعد از همین مراحل که گفتیم، فلا جناح علیهما، بر آن دو یعنی زن و شوهر قدیمی گناهی نیست، ان یتراجع، به هم دیگه برگردند، دوباره ازدواج کنند، ان ظن یقیم حدود الله، اگر فکر میکنند که حدود الهی را، حقوق هم دیگر را میتونند ادا کنند. و تلک حدود الله یبینها لقوم یعلمون، اینها حدود الهی هستند، اینها را خدا بیان میفرماید برای قومی که میدانند. و اذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فامسكوهن بمعروف او سرحوهن بمعروف. همون بحث الطلاق مرتان، فامساك بمعروف او تسریح باحسان را الله عز وجل با شرح و توضیح بیشتر بیان میفرماید. وقتی که زنها را طلاق دادید، فبلغن اجلهن یعنی مدتشون نزدیک شد. اینجا فبلغن اجلهن به معنای تمام شدن عده نیست، قرینه میگه به معنای تمام شدن نیست، بلکه بلغن اجلهن یعنی قاربن اجلهن یا قربن اجلهن. اجلشون چی شد؟ قرب اجلهن، اجلشون نزدیک شد، هنوز عده تمام نشده، آخر عده هست، 10 روز دیگه مونده عدهش تمام بشه. حالا مرد سابق یکی از دو کار را بکند، این مردی که طلاق داده، فامسکوهن بمعروف، الا آخرین فرصتت است، یا نگه دارید این نوزنها را طبق دستور شرعی با تمام حق و حقوقشان، او سرحوهن بمعروف، یا رهایشون کنید طبق دستور شرعی. اما به قصد ضرر رسانی نگه ندارید. بعضی ها میگه این زن را طلاق دادم، چطور غیرتم قبول میکنه ابر زن کسی دیگه بشه، دوباره رجوع میکنه و میخواد اسیرش بکنه. این جایز نیست. ولا تمسکوهن ضرارا لتعتدوا، امساک نکنید، نگه ندارید به قصد ضرر رسانی. ضرارا مفعول له است، ای لاجل الضرار، به خاطر ضرر رسوندن، لتعتدوا، تا که چی بکنید؟ تعدی کنید، تا اینکه تجاوز کنید. هر کسی این کار را بکنه بر خود ستم کرده. و من یفعل ذلك فقد ظلم نفسه، این در واقع بر این زن بیچاره ظلم نکرده، بر خودش ظلم کرده. هر کسی این کار را بکند ظلم کرده بر نفس خودش. ولا تتخذوا آیات الله هزوا، این آیات الهی را به باد تمسخر نگیرید، معمولی نپندارید، به اینها عمل کنید. واذكروا نعمت الله علیکم وما انزل علیکم من الكتاب والحکمة یعظکم به. و ببینی خداوند چه دستورات زیبا، که در این دستورات زیبا منافع همه در نظر گرفته شده، هم مرد هم زن، مصالح همه هست. لذا الله می فرماید واذكروا نعمت الله علیکم، یاد کنی نعمت الله را که بر شماست. و ما انزل علیکم من الكتاب والحکمة یعظکم به، و همچنین یاد کنید آنچه که الله نازل فرموده بر شما از کتاب و حکمت. بعضی گفتن من الكتاب والحکمة هر دو عنوان مال کتاب الله است، چون کتاب الله صفتش چیه؟ کتاب حکیم، کتابی که سراپا حکمت است. یاد کنید آنچه که خداوند نازل فرموده بر شما من الكتاب والحکمة، المراد بهما القرآن الجامع للعنوانین، چون هر دو عنوان مال قرآن است، هم قرآن کتاب هست و هم قرآن حکمت است، پر از حکمته. یعنی یاد کنی خدا نازل کرده بر شما چه کتابی و چه احکام حکیمانه در این کتاب، اینها را یاد کنی، این احکام را. و بعضی گفتن الحکمه تفسیر قرآن یعنی سنت، او القرآن و السنه، روح المانی. یا مراد چی است؟ قرآن و
تفسیر قرآن که در سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم. یاد کنید اینها را که یعظکم به، خداوند در حالی اینها را نازل کرده که شما را با اینها موعظه میکنه، شما را نصیحت میکنه. لذا این نعمت ها را یاد کنید و ناسپاسی نکنید. واتقوا الله، از خدا بترسی، از خدا پروا داشته باشید. واعلموا ان الله بكل شیء علیم، و باور و یقین کنید که خداوند به هر چیز علیم و داناست. خب و اذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن، اون هم و اذا طلقتم النساء، این هم و اذا طلقتم النساء، اما اونجا هم بود فبلغن اجلهن، اینجا هم هست فبلغن اجلهن، اما این دوتا با هم دیگه فرق میکنن. اونجا فبلغن اجلهن به معنی گفتیم قریب شد مدتشون، اینجا به معنی تمام شد مدتشون، عدهشون تمام شد. هر دو را از قرینه، از سیاق معلوم میشه. وقتی که طلاق دادی زنها را و مدتشون تمام شد، فبلغن اجلهن یعنی انقضاء اجل و اختتام عده مراد هست. عده تمام شد، فلا تعضلوهن ای فلا تمنعوهن، اونها را باز ندارید ان ینکحن ازواجهن، اینکه همسران خودشون را نکاح کنند. اذا تراضوا بینهم بالمعروف، وقتی که بین خودشون راضی هستند طبق دستور شرعی. یعنی چه؟ یعنی وقتی که عده تمام شد، هر شوهری را که میخواد شما جلویشون را نگیرید. دیگه الان بیوه هست، تجربه زندگی دارد، میدوند. البته بالمعروف. بالمعروف یعنی چه؟ بالمعروف معنیش اینه که طوری انتخاب بکند شوهر را که موازین شرع و عرف و همه چیز رعایت بشه، نه مثل این زمان که از طریق فضای مجازی شوهری برای خودش پیدا کرده یا تو بازار بره شوهر، اینجا میتونه اولیاء جلوش را بگیرد. بالمعروف یعنی بما يحسن في الدين والمروة من الشرائط، شرایطی که شرایط بالاخره خانوادگی هستند، شرایط حیاداری هستند، شرایط دینی هستند، اینا را رعایت کرده. حالا یه مردی که انتخاب کرده و این او را و او این را، جلوش را نگیرید، نگید دیگه بیوه که شد دیگه نباید محروم بشه از شوهری دیگه. اذا تراضوا بینهم بالمعروف ذلك یوعظ به من کان منکم یؤمن بالله والیوم الاخر. این تأکید است برای تعمیل احکام، یعنی این احکام الهی را چه کسی عمل میکند؟ کسی که ایمان داشته باشد، کسی که مؤمن باشد. الله میفرماید این دستور یوعظ به، به این دستور موعظه میشه، پند داده میشه. من کان منکم یؤمن بالله والیوم الاخر، کسی که از شما ایمان به خدا و روز آخرت داشته باشد. ذالکم ازکی لکم و اطهر. این نکاح دوم برای این زن بیوه باعث پاکیزگی و طهارت بیشتری هست، عیب نیست. بدون شوهر وقتی که کسی خواستگار هست بالخصوص بماند عیب هست، ولی اگر شوهر بگیره ولو اینکه شوهر دوم باشه این عیب نیست. در بعضی عرف ها بالخصوص در همون زمان جاهلیت زن که بیوه شد بگه باید تا همیشه بیوه بماند، باید همینطور در حالت بیوگی بمیرد. این بد است وقتی که خواستگار وجود داره. ذالکم ازکی لکم، این نکاح دوم باعث پاکیزگی بیشتر برای شما است و اطهر باعث طهارت بیشتر. بعضی وقتها عرف شما اون غیرت دروغین شما این را تحمل نمیکنه، ولی شما بدونید که والله یعلم و انتم لا تعلمون، خدا میداند و شما نمیدونید. یعنی بعضی جاها که عرف ما یه چیزی میگه برخلاف دستور خدا، باید عرفمون را یا اون اخلاق شخصی خودمون را بیاریم چیکار کنیم؟ تابع فرمان خدا قرار بدیم، چون خدا میداند و ما نمیدانیم. عرض شد که زنها را وقتی که شوهرهایشون طلاق دادند
بعد از اون شما مانع نشوید، مانع نشوید که هر جای ازدواج بکنن. اما یکی دو تا تفسیر دیگه هم برای این آیه وجود دارد. یکی اینه که مانعین شوهر سابق بود، یعنی شوهر بعد از این که طلاقش داده و از شوهر جدا شده، حالا اون غیرت دروغینی هست دیگه، اون غیرتش تحمل نمی کرد که این زنش با کسی دیگه ازدواج کنه. خب اگر اون غیرت واقعا بود طلاقش نمیداد. اذا قرآن کریم این بیان می فرماید که شما دیگه این زنها را مانع نشید، شما شوهرها. الخطاب للازواج المطلقین، علامه آلوسی نوشته اینجا خطاب برای همسرانی که اونها را طلاق دادند. حیث كانوا يعزلون مطلقاتهم بعد مضی المده، بعد از اینکه مدت تمام شد بازم جلوگیری میکردند. به مردهای دیگه میگفتن شما حق ندارید بیایید نزدیک این زن. ولا يدعوهن ان يتزوجن ظلما وقصر الحمیة الجاهلیه، هم ظلما نمیگذاشتن که اینها ازدواج کنن، زن مظلوم بود توانی نداشت، و هم به خاطر تعصب کور و بیجای جاهلیت میگفتی یه بار در عقد من بوده، کسی دیگه جرأت نداره که بیاد با این زن ازدواج کنه. این توضیح دومش هست. اما یک توضیح دیگری و تفسیر دیگری که از حدیث ثابت هست اون اینه که همون شوهر، این الان در عرف ما هم هست و این تفسیر و این تشریح بهتر معلوم میشه، همون شوهر اولی که او را طلاق داده و در عده به او رجوع نکرده، مثلا طلاق رجعی داده، در عده به اون رجوع نکرده، عده زن تمام شده، حالا بعد از عده پشیمان شده، حالا که پشیمان شده میخواد دوباره خودش ازدواج کنه. حالا بعضی از اولیاء زن تعصب به خرج میدهند، تعصب نشان میدهند و اجازه نمیدن این زن دوباره بره زن همون شوهر اولی بشه. حالا قرآن میگه بجای اینکه یه شوهر جدید بگیره، با همون شوهر که تا مقداری خصوصیات همدیگر را میدونند، اخلاقیات همدیگر را میشناسند، ازدواج کنه بهتره. شما مانع نشید. روایتی از حضرت معقل ابن یسار رضی الله تعالی عنه، صحابی هست، ایشون میفرمایند که من خواهری داشتم و این خواهرم را به عقد یکی از مسلمانان در آوردم، مدتی با هم دیگه زندگی کردم، بعد از مدتی خواهر منو طلاق داد. طلاق رجعی بود، اون زمان مثل امروز طلاق بدعت نبود، هر سه تا طلاق را یک جا بدند. طلاق داد و تا وقتی که در عده بود منتظر باندیم که رجوع میکند، رجوع هم نکرد تا اینکه عدهش تمام شد. بعد از اینکه عدهش تمام شد، بعد از عده پشیمان شد، همون شوهرش پشیمان شد و دوباره آمد پیش من، گفت میخواهم خواهرت را ازدواج کنم. من گفتم دیگه نه، من قبلا تو را اکرام کردم، خواهرم را به تو دادم، بعدا طلاقش دادی، بعدا در عده رجوع هم نکردی، الان دیگه به عقد تو در نمیارم. خیلی التماس کرد، علاقه داشت به خواهر من و خواهر من هم علاقه داشت دوباره پیش همین شوهر برگرده، ولی من نگذاشتم. گفتم به هیچ وجه من اجازه نمیدم، غیرت نمیذاره. تا اینکه این آیه نازل شد که الله تعالی می فرماید وقتی که میخوان دوباره شوهرانشون را ازدواج بکنند شما مانع نشید. من
گفتم که طاعت، من اطاعت میکنم از فرمان الله. خودم اون شوهر سابقش را خواستم و گفتم اکرمک و ازوجک، بیا دوباره اکرامت میکنم، دوباره خواهرم را بهت میدم، چون خداوند عزوجل دستور داد. لذا اگر مردی زنش را طلاق داد، طلاق رجعی، یک طلاق، دو طلاق، و دوباره پشیمان شده، به همین خاطر خدای عزوجل فرمود که ابتداءً یک طلاق بدید یا دو طلاق، الطلاق مرتان. تا اگر در عده یا بعد از عده پشیمان شدن، بهتره همینا با هم ازدواج بکنن تا اینکه یک خانواده جدیدی تشکیل بدن، زندگی جدیدی. پس وقتی خداوند عزوجل اجازه داده، چرا اولیاء اجازه نمیدند؟ بنابراین این اشکالی ندارد. بعد از این مسئله این هم فرمود ذالکم ازکی لکم و اطهر، این باعث پاکیزگی و طهارت بیشتری میشه. بالاخره اطمینان بیشتری قبلا در عقد همین شوهر بوده. والله یعلم و انتم لا تعلمون. والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعه. بعد از این مسئله رضاعت هست، شیر دادن هست. وقتی که حاصل ازدواج فرزندی میشه و فرزند را مادر شیر میده، مدت رضاعت چقدر هست؟ مدت رضاعت را که اینجا قرآن کریم مشخص فرموده 2 سال کامل هست. اما این 2 سال بالاترین عرض کنم حدش هست. قبل از این این نیست که جایز نیست کسی از شیر منفصل بکنه، بچه را دور بکنه، جدا بکنه، قبل از اونم جایزه. یرضعن مضارع به معنی امر است، اما این امر استحبابیه. مادران شیر بدهند بچه های خودشون را حولین کاملین، 2 سال کامل. البته این 2 سال کامل برای چه کسی هست؟ لمن اراد ان یتم الرضاعه، برای کسی که اراده دارد مدت شیر دادن را کامل بکند. یعنی کسی میخواد کامل شیر بده تا 2 سال شیر بده، بیشتر از 2 سال شیر نده. از این آیه استدلال گرفتن جمهور، استدلال جمهور بر این است که بالاترین مدت رضاعت چقدر هست؟ 2 سال است. اما شما طلاب خواندید در کتابها که امام ابو حنیفه رحمه الله میفرماید بالاترین مدت رضاعت 2.5 سال هست. اون چیزی که معروف است به امام ابو حنیفه رحمه الله منسوب شده، این درست نیست. درسته ایشون میگه 2.5 سال، ولی نمیگه که مادر تا 2.5 سال بچهش را شیر بده. نه خیر، وقتی قرآن میگه 2 سال، امام ابو حنیفه هم میگه 2 سال. از نظر ایشون هم مدت رضاعت چقدر هست؟ 2 سال هست. اما اگر بعد از 2 سال، چون بچه یهو از شیر جدا نمیشه، یهو کنده نمیشه، بالاخره مادر مجبور ابتداءً بعد از اینکه بچه رو میخواد از شیر منفصل بکنه، ابتداءً کم بکنه. مثلا روزها بهش نده سینهش را، پستانش را. شبها که خیلی بیتابی میکنه اول شبها، بعدا کم کم طول میکشه. لذا امام ابو حنیفه میگه حداقل 6 ماه طول میکشه. 6 ماه دیگر را احتیاطاً ایشون میفرماید که رضاعت ثابت میشه. یعنی اگر کسی بعد از 2 سال هم 6 ماه دیگه اگر شیر خورد، رضاعت ثابت میشه. نه اینکه شیر بده تا 2.5 سال، نه، شیر بده تا 2 سال. ولی اگر بعد از 2 سال کسی دیگه شیر داد، بازم احتیاطاً، فتوا هم بر همین احتیاط است، رضاعت ثابت میشه بین این بچه و بین این مادر. بعد از 2 سال اگر چی بود، شیری بود، محرمیت ثابت میشه، رضاعت ثابت میشه اگر مادر خودش نبود. اما
وعلى المولود له رزقهن و کسوتهن بالمعروف. وقتی که مادر این را شیر میده نفقه برای مادر هست، حالا طلاق داده شده، عدهش تمام شده، یا اصلا مادرش نیست، یک اجنبیه هست، پس بر صاحب بچه، مولود له چی هست؟ صاحب بچه یعنی پدر، در صورتی که پدر نیست جد، برادر بزرگ، بالاخره هر کسی که جانشین پدر هست، بر اون مولود له هست رزقهن و کسوتهن، خوراک اون عرض کنم که شیرده ها و لباس اونها بالمعروف، طبق دستور شرعی. طبق دستور شرعی یا طبق عرف؟ عرف چه اندازه هست، چه مقدار هست، هر چی که عرف ایجاب میکنن هم از لباس هم از خوراکی به اونها بدهند. لا تکلف نفس الا وسعها، هیچ نفسی مکلف نشده مگر به اندازه وسعش، یعنی از طرف خداوند. خدا هیچ انسانی را مکلف نمیکنه به اندازه وسعش مکلف میکنه. چطور؟ توضیحش بعداً است. مثلا مادر را از وسعش خدا بیشتر مکلف نمیکنه، پدر را هم از وسعش بیشتر مکلف نمیکنه. مثلا مادر نمیتونه شیر بده، خدا اجبار نکرده حتما شیر بده. لا تضار والدة بولدها، هیچ مادری برای به خاطر ولدش ضرر داده نشه، رنج داده نشه، به سبب فرزند اذیت و آزار نشه وقتی که مادر مریضه یا توانایی نداره یا مشکلی دیگر داره. و همچنین پدر هم از توانش بیشتر به رنج و به زحمت انداخته نشه. مثلا به پدر بگند که باید حقوق آنچنانی بدی، خرج آنچنانی و لباس اینچنانی، به اندازه وسعش نباشه، بیشتر از وسعش باشه، نه خیر، چنین نیست. اینجا شرایط مادر را نگاه نمی کنه از نظر نفقه و از نظر لباس، شرایط پدر را نگاه می کنن. پدر وضعش خوبه، لباس خوب، غذای خوب، وضعش متوسط بده، وضعش ضعیف بده. لذا ولا مولود الله بولده، همچنین بر مولود له نیست یعنی ضرر و زیان نسبت به خاطر ولدش، به اندازه توانش. و علی الوارث مثل ذلك، اگر پدر نبود بر وارث هم مثل همین است. وارث الان پدر بزرگ، برادر، هر کسی هست. فإن أرادا فصالا عن تراض منهما و تشاور، اگر این پدر و مادر اراده فصال بچه را داشتند، از شیر جدا کردن بچه را داشتند قبل از سال، مثلا قبل از 2 سال، بعد از 1 سال، بعد از 1.5 سال، بعد از 6 ماه، گفتن از این به بعد دیگه شیر نمی صرفه، شیر خشک بدیم، خب اشکال نداره. فإن أرادا فصالا عن تراض منهما، یعنی این شیر دادن 2 سال واجب نیست، لازم نیست، با ترازی رضایت دو طرف و تشاور با رایزنی و مشوره بین هم دیگه، فلا جناح علیهما، گناهی بر آن دو نیست، اختیار دارند. این مسائل استحبابی هستند. و ان اردتم ان تسترضعوا اولادکم فلا جناح علیکم اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف، اگر شما اراده داشتید که برای بچه تان شیرده بگیرید، مثلا مادر یا فوت کرده یا نمیتونه شیر بده یا رفته ازدواج کرده، طلاق گرفته و ازدواج کرده، یک زن دیگه، یک دایه دیگه، یک شیرده دیگری را شما میخواستی به صورت کرایه‌ای، زمان قدیم زیاد بود که شیر بده، ماهانه چیز بهش بدید، هم اشکالی نداره، اون چیزی که عرف است بهش عمل کنید. و ان اردتم ان تسترضعوا اولادکم، اگر شما اراده داشتید طلب رضاعت کنید برای اولادتان، یعنی شیر بطلبید، فلا جناح علیکم، گناهی بر شما نیست، اذا سلمتم، وقتی که تحویل دادید و تسلیم کردید و دادید به شیر دهندگان، به اون زنانی که شیر میدهند، ما آتیتم بالمعروف، اون چیزی که دادید طبق عرف.
ولی برای همه این احکام تقوا لازمه. اگر تقوا باشه انسان رعایت میکنه. واتقوا الله، این نسخه عمل است. واعلموا ان الله بما تعملون بصیر، این نسخه تقوا است. در بیشتر جاها خدمت شما عرض کردم خداوند وقتی که فرمان تقوا میده، راه برای این که تقوا چگونه حاصل میشه هم بیان میفرماید. والذین یتوفون منکم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن 4 اشهر و 10. خب زنی که طلاق داده شد، شما قبلا عدهش را خواهید، اینا تمام امور انتظامیه هست. اینا باعث نظم در زندگی میشه، اصلاح زندگی میشه، اصلاح معاشرت میشه. رعایت این مسائل بسیار لازم است. بلا نسبت حیوانی نیست که بعداً وقتی که ازدواج بکنه مشخص نشه که حمل از کدوم شوهره، شوهر قبلیه یا شوهر بعدیه. به این خاطر این مسائل باید رعایت بشه. اما زنی که طلاق داده میشه، شما خواندید که برای عده چی هست؟ 3 ماهواری، 3 عادت ماهیانه سپری بکند، بگذراند. اما اگر زن شوهرش فوت کرد، شوهرش را از دست داد، این عدهش چی هست؟ الله اینجا بیان فرموده والذین یتوفون منکم و یذرون ازواجا، آنهایی که جانهایشون گرفته میشه از شما، موت داده میشوند از شما، و یذرون ازواجا، و پشت سر خودشان همسرانی میگذارند، یتربصن بانفسهن، این زنها انتظار بکشند برای خودشون. انتظار بکشند یعنی چه؟ یعنی ترک زینت، ترک تجمل، ترک خروج، ترک ازدواج، این کارها را نکنند. انتظار به این معنی است هیچ نوع عرض کنم آرایشی استفاده نکنه، هیچ نوع آمادگی برای ازدواج نکنه، از خانه خارج نشه. این همه جزء تربص هستند. چه مدتی؟ 4 اشهر و 10، 4 ماه و 10 روز. الله عزوجل تعیین کرده این 4 ماه و 10 روز عدت متوفی عنها زوجها هست. اما یک صورت از این استثناء هست، زنی که شوهرش میمیره و حامله هست. اگر حامله هست اون وقت عده او وضع حملش هست. چه وضع حمل طول میکشه یا طول نمیکشه. مثلا حامله هست، بچه 1 ماه داره در شکم، خب این عدتش چقدر هست؟ 8 ماه دیگه صبر میکنه که بالاخره عدهش تمام بشه، وضع حمل که کرد تمام بشه. اما اگر بچه اش زود به دنیا آمد، مثلا از دیر وقت حامله هست، شوهر که فوت میکنه، بعد از شوهر 1 ماه بعد وضع حمل میکنه، اینجا عرض به خدمت شما که باز هم وضع حمل هست. یک زنی بود به نام سبیعه، در زمان رسول اکرم صلی الله علیه وسلم شوهرش شهید شد و بعد از شهادت شوهرش مدتی نگذاشت که بچه به دنیا آورد، وضع حمل کرد. وضع حمل که کرد دیگه احساس کرد که عدت تمام شد. این زن آرایشی، زینتی که مخصوص اون زمان بود استفاده کرد. زنها معمولا بعد از اینکه عدت تمام بشه میتونن آرایش بکنن، برای خواستگاران جدید خودشون را آماده بکنن. یکی از خویشاوندانش او را دید، گفت شاید اراده نکاح داری؟ گفت بله. گفت نه، برای تو جایز نیست، حرام هست تا زمانی که 4 ماه و 10 روز نگذشته. قرآن گفته که یتربصن بانفسهن 4 اشهر و 10.
این وقتی که این را شنید فوراً جمع کرد خودش را، لباسهای زیبایی را، زینتی را در آورد، رفت لباس ساده پوشید، دوباره همونطور ساده پوشی کرد و دوباره خودش را در عده قرار داد. اما اطمینان نکرد، رفت خدمت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم و سوال کرد یا رسول الله جریان اینه. آن حضرت فرمود نه، تو عده تمام شده، تو میتونی ازدواج بکنی. لذا کسی که حامله هست عده او وضع حمل است. فاذا بلغنا، وقتی که رسیدن به اون مدتشون، یعنی تمام شد این 4 ماه و 10 روز، فلا جناح علیکم، بر شما گناهی نیست، فیما فعلنا فی انفسنا، بر شما گناهی نیست، یعنی بر شما اولیا. معلوم میشه که زن را دختر باشه یا بیوه باید اولیای مرد کنترل بکنن تا حدود شرعی را رعایت بکنه. اگر رعایت نکنه مسئولیتش متوجه مرد هست. اینجا میفرمه بر شما اولیا گناهی نیست، فیما فعلنا فی انفسهن بالمعروف، اون کاری که میخوان اونها با خودشون انجام بدن اما طبق عرف، دستور شرعی. یه وقتی یه کار بیجایی که نه با شرع هم خانی داره نه با عرف خودشون هم خانی داره، چنین کاری نکنند. اما اگر کاری در چارچوب عرف بکنند، آرایش زیبایی که عرف اجازه میده، شرع اجازه میده، اشکال نداره. والله بما تعملون خبیر، الله تعالی به آنچه که شما عمل میکنید انجام میدید خوب خبر دارد. خب وقتی که زن در عده شوهر متوفا هست، شاید چنین زنی باشد که کسانی دیگه اراده ازدواج با او داشته باشند، اجازه ندارند در زمان عده حتی خواستگاری بکنند. بگویند الان خواستگاری میکنم، بعد از اینکه عدت تمام شد بعدا میام نکاح میکنم. نه، به هیچ صورت اجازه خواستگاری و خطبه یعنی پیغام نکاح در زمان چی ندارن، در زمان عده ندارن، باید عدهشون تمام بشه. اما خب یک کسی میترسه که این زن از دست بره، کسی دیگه بیاد عقدش بکنه، به این خاطر میخواد در عده یه اشاره بکنه، در حد تعریض و اشاره و کنایه اشکالی نداره، تا این حد خدا اجازه میده. همینو فرموده ولا جناح علیکم فیما عرضتم به، بر شما گناهی نیست در آنچه که شما تعریض کنید آن را. تعریض یعنی چه؟ اشاره. من خطبت النساء، از پیغام نکاح زن. یا تعریض اشاره نمی کنی، فقط تو دلت داری که این زن عدهش تمام شد من باش ازدواج میکنه، تو دل داشته باشی، پیش خودت بازم اشکال نداره. او اکننتم فی انفسکم، یا مخفی کردی در درون خودت، در دلت، در قلبت، اشکال نداره. الله عزوجل چرا اجازه داد که در حد اشاره، کنایه، تعریض اجازه دارید؟ الله تعالی می فرماید این یک رخصتی هست، این یک رخصتی هست که خدای تعالی به شما میده، شما میخواید موقعیت و فرصت از دست نده، لذا تا همین حدی که خدا رخصت داده استفاده بکنه، بیشتر از این نه. بیشتر از این اجازه نداره به صورت مخفیانه باش، مثلا کسی دیگه نشنود باش قول و قرار بذارید که بعد از عده من میام برای پیغامت، برای نکاحت، برای خواستگاریت. نه، چنین کارهایی به صورت مخفیانه باشد، ولو اینکه مخفیانه باشد انجام ندهید. علم الله انکم ستذکرونهن، این علت همون ترخیص است، علت اون تعریض و اشاره است. خدا میداند که شما انقریب با اونها یاد میکنی، یادآوری میکنی، پس یادآوری در همین حد برای شما اجازه است که در حد تعریض باشد. ولکن لا تواعدوهن، اما شما با اون زنها وعده نگذارید سرا مخفیانه. مثلا بگه فقط بین من و تو باشه، کسی دیگه متوجه نشه، من بعد از عدتت میام. این جایز نیست، این گناه هست، این بخشی از خطبه هست، بخشی از همون پیغام نکاح یا خواستگاری هست.
این را الله میفرماید اجازه نیست الا ان تقولوا قولا معروفا، مگر اینکه یک سخنی که عرف اجازه بده، شرع اجازه بده. همون که عرف شرع اجازه میده، همون که قبلا عرض کردم اشاره و کنایه، اشاره و کنایه، در حدی که مثلا اون زن متوجه بشه این میخواد ازدواج بکنه. ولا تعزموا عقدة النکاح حتی یبلغ الکتاب اجله. بازم تأکید هست که به صورت مصمم عزم نکنید، اراده نکنید. خب عزم و اراده جایزه، الان خواندیم او اکننتم فی انفسکم. مراد از این عزمی که مقارن با عمل باشد، یعنی اراده بکند بعد از اون وارد عمل بشه، پیغام بفرسته، اون مراد است. ولا تعزموا عقدة النکاح، این تاکید ما قبل است. شما به صورت قطع برای عقد نکاح عزم نکنید که همونطور اجرا بکنید، انجام بدهید. حتی یبلغ الکتاب و اجل، حتی که کتاب به مدتش برسه. کتاب یعنی عدت. خب الله عزوجل از ظاهر و باطن شما میفهمد، هرچی که در دل مخفی دارید، هرچی که ظاهر میکنید، هرچی که احکام خدا را نادیده میگیرید، توجه میکنید، همه را میداند. واعلموا ان الله یعلم ما فی انفسکم فاحذروا، بدانید خداوند میداند آنچه که در وجود شماست، پس برحذر باشید از منکرات، از منهیات، از اون چیزی که خدا من کرده، ممنوعات. واعلموا ان الله غفور حلیم، این ترغیب توبه است. اگر اشتباهی کردی بدان خدا بخشنده هست، میبخشه، ولی اگر مؤاخذه نکرده بر اساس حلم و بردباریش هست، بس توبه کن. لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضه. خب بعضی وقتا بالاخره در همین زمان مرحله ابتدایی ازدواج که اصطلاح ما هست زمان نامزدی، در همین زمان نامزدی با هم دیگه تفاهم ندارند، متوجه میشند که نمیتونن با هم دیگه زندگی مشترک تشکیل بدند. الله عزوجل میفرماید که اشکالی ندارد، گناهی نیست در این زمان که هنوز زندگی مشترک آغاز نشده، هنوز زفاف نشده، هنوز به هم دیگه نرسیدند، در این زمان طلاق بده. این طلاق اشکال و ایرادی نداره. اما این چند صورت داره. یک صورتش اینه که هنوز مهر هم تعیین نشده، مهر هم تعیین نشده، عقدشون بسته شده بدون تعیین مهر. مهر که تعیین نشده و قبل از زفاف، قبل از زندگی مشترک زن را دختر را طلاق میده، خب مهری که نیست که بگیم نصف مهر لازم میشه. اون وقت یک دست لباس، اون چیزی که در عرف است، که در عرف ما 3 تکه میشه، عرض کنم که 2 تکه اون لباس و پیراهن هست و 1 تکه دیگه چادر هست. یک دست لباس بر اساس توانایی خود مرد و دارایی و ناداری خود مرد برای زن بخرد. این جایگزینی همون نصف مهر میشه. این را میگم متعه و این واجب است. بقیه متعه ها که یک دست لباس برای هر مطلقه خریداری بشه، اونا مستحب است، چون اونجا مهر یا نصف مهر داره، اینجا مهر یا نصف مهر نداره. این یک دست لباس واجبه. اما اگر مهری برای زن تعیین شده بود، اون وقت قبل از زفاف طلاقش داد، نصف مهر لازم میشه. الله می فرماید لا جناح علیکم، گناهی نیست بر شما، ان طلقتم النساء، اگر شما زنها را طلاق دادید، ما لم تمسوهن، تا مادامی که به اونها را دست نزدید، یعنی قبل از زفاف، او تفرضوا لهن فریضه، یعنی ما لم تفرضوا، تا زمانی که
یا اون زمانی که تعیین نکردید برای اونها مهری، فریضه یعنی مهری تعیین شده، پس چه بدهید؟ و متعوهن، به اونها متاع بدید، یعنی کالا بدید، دست لباس بدید. چه نوع دست لباسی؟ حالا ما داریم در همین منطقه خودمون شاید لباسی به اندازه 1 میلیون و 2 میلیون تومان هم فراهم بشه و بعضی لباس هستن با 10 میلیون تومان هم درست نمیشه. چه نوع لباسی باشه؟ میفرماید علی الموسع قدره و علی المقتر قدره، بر اون کسی که موسع هست، توانگر هست، توانایی دارد به اندازه او، یعنی به اندازه توان او، و علی المقتر بر اون کسی که نادار هست، فقیر هست، به اندازه توان او. متاعا بالمعروف، این مفعول مطلق متعوهن است، متعوهن متاعا بالمعروف. اونها دست لباس و کالا بدید، لباسی طبق عرف و دستور شرع. حقا علی المحسنین، اینجا حقا به معنی واجبا هست، این واجب است بر نیکوکاران، باید این کار بشه، این جایگزین مهر است. اما صورت دوم، همون که عرض کردم قبل از زفاف، قبل از ازدواج طلاق میده ولی مهر تعیین شده، مهر تعیین شده، مثلا مهرش هست 10 سکه، نصف مهر را اون وقت بهش بده. و این طلقتموهن من قبل ان تمسوهن، اگر اونها را طلاق دادی قبل از اینکه مس بکنید، قبل از اینکه همخوابی داشته باشید، و قد فرضتم لهن فریضه، در حالی که تعیین کرده بود برای اینها مهریه، فنصف ما فرضتم، پس نصف اون چیزی که تعیین کردید. این نصف هست، البته در یک صورتی این نصف نیست، این که زن بگه اون نصف نمیخوام فقط طلاق بده، اون وقت معاف میشه. یا اینکه شوهر نمیخواد با زن زندگی کنه، شوهر خودش طلاق میده. خب شوهر وقتی که خودش طلاق میده میگه من کار خوبی نکردم، این زن را ازدواج کردم و طلاقش دادم، خب نصف نمیده، کل میده. نصف نمیده چی؟ کل میده. اون 5 سکه را نمیده، کل 10 سکه را میده، اشکالی نداره. لذا الله میفرماید الا ان یعفون، نصف آنچه که شما تعیین کردی، فرستم یعنی عینتم، الا ان یعفون، مگر اینکه زنها عفو کنند، او یعفو الذی بیده عقدة النکاح، یا اینکه معاف کند، عفو کند اون کسی که در دست او هست عقد نکاح، یعنی شوهر معاف کند. شوهر چطور معاف میکند؟ کل مهر را میده. اینجا الله عزوجل میفرماید که شما مردها عفو کنید، این به تقوا و خدا ترسی نزدیکتره. و ان تعفو اقرب للتقوا، این که شما معاف کنید این به تقوا نزدیکتره. گذشت را بیشتر شوهر بکنن، مرد بکند. بعضی وقتا اختلافات هست، هی زن به طرف خودش میکشه، میخواد کل مال را او ببره، شوهر به طرف خودش، ولی مرد ایثار بکنه این به تقوا نزدیکتر. زن ضعیفه، زن شاید درآمدی داشته نباشه، ولی مرد عموما در جامعه اینطوره که مردها درآمد دارن، کار میکنن، دستشون بازتره، بهتر بلد هستن چطور در بیارن. پس وان تعفو اقرب للتقوا. بازم خدای عزوجل توصیه میفرماید. ببین توصیه های قرآنی چقدر زیبا هستند. حالا از هم دیگه جدا میشید، جدا میشید، دشمن که نیستید. ولا تنسوا الفضل بینکم، این که نسبت به هم دیگه فضل و احسان کنید، نسبت به هم دیگه برخورد حسنه و خوب داشته باشید، اینو فراموش نکنید. هر یکی سعی بکنه که حقش عرض کنم به گردن او بماند، ولی حق او بر گردن من نماند، مال بماند و عفو بکنم، ببخشد. این فضل است. ان الله بما تعملون بصیر، خداوند به تمام اعمال شما بیناست. خدا میبینه شما چطور عمل میکنید، چطور رفتار میکنید. بر اساس رفتار شما الله با شما هم فیصله میکند. خب این مسائل هم عده بود، هم مهریه بود، هم نفقه بود، خواندیم، هنوزم ادامه داره. اما در وسط امر مصلح خدمت شما عرض کردم، در لابلای امور انتظامیه
امور مصلحه می آید، اینها بیانگر این هستند که ای مردم اگر به این امور پایبند باشید، یعنی به نماز و به روزه و به حج و به عبادات، اون اموری که مستقیم عبادتند، هیچ نفع مادی اونجا برای شما وجود نداره. اگر به این امور عامل و پایبند باشید، اینها ممدند، اینها معینند، اینها معاونند، اینها شما را کمک میکنند که در اون امور انتظامیه چی بشید. حالا بعضی فکر میکنن بی ربطه، ولی این واقعا ربط داره که نماز کمک میکنه انسان. گاهی ما تجربه مختصر ما اینه، گاهی بین بعضی از عزیزان روی مسئله که با هم دیگه اختلاف دارن میشینیم، بس میشه، اون به طرف خودش میکشه، اون به طرف خودش میکشه، اصلا حل نمیشه. در وسط وقت نماز میاد، میریم به نماز، از اون طرف برمیگرد میبین راحت حل میشه. یعنی همین که به نماز میرند، اونجا کسی که نماز واقعی میخواند وارد یک عالم دیگه میشه، وارد یک دنیای دیگه میشه، او تأثیرات خودش را میگذارد. اونجا انسان به خدا و به سجده و به قبر و به بعد از قبر، اگر نماز واقعی باشه بشه، فکر میکنه بعدا میاد این مسائل پیش پا افتاده دنیا برایش اهمیتی آنچنانی نداره. لذا ربط داره نماز با حل این مشکلات. نماز با چی؟ با اینکه انسان به این امور پایبندتر بشه. لذا الله می فرماید حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى، شما محافظت کنید بر همه نمازها، بالخصوص نماز وسطا. نماز وسطا نماز وسطی. حالا روایت ها زیادی هست، اما بیشتر احادیثی که از رسول مکرم صلی الله علیه و سلم روایت شده درباره نماز عصر. بعضی میگن خب نماز عصر نسبت به نماز صبح خیلی مشکل نیست، برای کسانی که بالاخره تو کاروبار دنیا هستن میدونن نماز صبح انسان که تمام شب خوابیده برخیزد و نماز بخواند زیاد مشکل نیست. نماز عشاء که انسان هم خسته هست و میخواد بالاخره زودتر بخوابد، اونایی که عادت دارن زود میخوابه هم زیاد مشکل نیست. اما نماز عصر که اوج گرمی بازار هست و عین وقت داد و ستد هست، اگر به نماز برم چندین مشتری را از دست میدم، چقدر منافع را از دست میدم. لذا این نماز یه مشکل تره. لذا از این جهات نگاه کنیم این مشکل تره، بالخصوص نماز وسطا. و قوموا لله قانتین، برخیزید برای الله عزوجل قانتین. قانت یعنی ساکتین در حضور الله، سکوت. بعضی گفتن قانت یعنی تابع خدای عزوجل بشه، بعضی گفتن بی حرکت، ساکنین، سکون و آرامش کامل داشته باشید. لذا در محضر الله عزوجل با چنین خشوعی، با چنین خضوعی، با چنین آرامشی نماز بخوانید. اما نماز اینقدر اهمیت داره که اگر حالت خوف بود، خیلی چیزها در حالت خوف از انسان ساقط میشند. همین دیروز شما در بحث حج خواندید که اگر انسان محصر بشه، یعنی خطر دشمن بشه، خطرات دیگری باشه، حج چی میشه؟ حج از انسان ساقط میشه، برای سال بعد موکول میشه. اما نماز در حالت خوف هم ساقط نمیشه. دو صورت خوف داره. یک صورت خوف اینه که بالاخره در زمان رسول مکرم صلی الله علیه وسلم با دشمن می جنگیدن، در صف جهاد بودند، از یک طرف وقت نماز می آمد دو جماعت تشکیل می دادن، دو گروه، یک گروه پشت سر امام می ایستاد، یک گروهی در مقابل دشمن در سنگر بود. و وقتی که این گروه یک رکعت میخواند، اینا میرفتند اونجا در سنگر، اونها می آمدند، یعنی به صورت نوبتی یک نماز را تکه تکه میخوندند. یک شرایط خاصی دارد. یک صورت دیگه اینه که خوف زیاد بشه، وقت بالاخره گریز هست، تعقیب و گریزه. اونجا الله عزوجل میفرماید که
نماز را حتی بر سواری، بر شتر، روی ماشین هم میتونه بخونی به همون حالت سیر و حرکت. فان خفتم، اگر شما ترسیدید، خوف غالب شد، فرجالا بعضی ها تفسیر میکنند یعنی در حال پیاده رفتن، ولی امام ابو حنیفه رحمه الله میفرماید به اون معنا نیست. این روایت از ابن مسعود رضی الله تعالی عنه است که کسی راه میره در حالت راه رفتن نمیتونه نماز بخونه، خودش که در راه میره پیاده روی میکنه میدود. رجالا از ابن مسعود است، ای قیاما علی اقدامهم. رجالا یعنی چه؟ یعنی روی پا، روی زمین، او رکبان، یا روی سواری، روی شتر. اونجا دیگه خودت راه نمیری، اونجا شتر راه میره، اونجا ماشین راه میره، اونجا میتونی، اونجا قطار راه میره، اونجا نماز بخون. فاذا امنتم، این حالت خوف است. اما وقتی که ایمن شدید، خطر برطرف شد، مشکل حل شد، فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. الله را یاد کنید و خداوند عزوجل را ذکر کنید همان گونه که به شما آموزش داده و تعلیم داده قبل از این. یعنی چطور در حالت عادی نماز میخوندید، به همون حالت عادی دوباره همون صورت بخوانید. این حالت اضطرار بود. خب این بود امر مصلح که خدمت شما عرض کردم. امر مصلح برای چیه؟ برای این هست که اینها انسان را کمک میکند. اما بعد از این دوباره برمیگردیم به همون امور انتظامیه، همون حقوق، همون احکام، شرایط. الله عزوجل میفرماید درباره زنی که شوهرش فوت میکنه: والذین یتوفون منکم و یذرون ازواجا، آنهایی که جانهایشون از شما گرفته میشه، موت داده میشوند، فوت داده میشوند و پشت سر خودشون همسرانی میگذارند و زن میگذارد پشت سرش، یک زن داره، دو زن داره. وصیتا لازواجهم، این شوهرها چیکار کنند؟ وصیت بکنن برای همسرانشان. چه وصیتی؟ متاعا الی الحول غیر اخراج. وصیت بکنند به بقیه ورثه خودشان، به برادر، به پدر، به خویشاوندان که این زنی که در خانه من هست این را تا 1 سال خرجی، نفقه بدهید، غذا، لباس بدهید، غیر اخراج، بیرونش نکنید تا 1 سال. خب حالا ببینید، بحث اینه که عده زن را شما الان خواندید، زنی که شوهرش فوت میکنه 4 ماه و 10 روز است. تا 4 ماه و 10 روز از خونه بیرونش نکنند. باید در همون خانه‌ای که خبر مرگ شوهر آمده، در همون خانه عده بگذراند، همون خانه‌ای که با شوهر زندگی میکرده. خب از اون خانه بیرونش نکنند. اما اینجا آمد که تا 1 سال بیرونش نکنند. به ظاهر تناقض است، تعارض است. این یک مسئله. مسئله دوم اینه که تا 1 سال نفقه، خرجی، هزینه های زندگی بهش داده بشه، در حالی که زن سهمی از ارث داره. اگر زن بچه داشته باشه، این شوهر بچه داشته باشه، چه از این زن یا از زن دیگه، زن 1/8 میبره. اگر بچه داشته نباشه، این شوهر اصلا اولاد داشته نباشه، زن 1/4 میبره. خب وقتی که سهمش مشخصه، پس چرا میگه تا 1 سال هم هزینه بدید هم بیرونش نکنید؟ بعضی از علما گفتند، بعضی بگیم اکثر علما گفتن این آیه منسوخه. علامه قرطبی میگوید منسوخ كله عند جمهور العلماء. از نظر جمهور علما این آیه چیه؟
منسوخی. این از همون آیاتی است که قبلا در بحث نسخ عرض کردم بعضی از آیات را میگویند منسوخ. این آیه منسوخه. چرا؟ چون که الان هست که لا وصیت لوارث، این زن خودش ارث میبره، خودش وارثه، برای وارث وصیت نمیشه، عدهش مشخصه، سهمش مشخصه، هزینه‌اش از همون سهم خودش باشه. اما بسیاری معتقدند که این حکم من جمله از اینها شیخ بزرگوار ما معتقد است این حکم هنوز به جای خودش باقیه، منسوخ نیست. این حکم وجوبی نیست، حکم استحبابیه. خوب توجه داشته باشید، هنوزم مستحبه. زنی که شوهرش فوت میکنه مستحب اینه که تا 1 سال این زن را بیرون نکنه. اگر میخواست بمانه، اگر خودش خواست میخوانیم فإن خرجنا، اگر خودش بیرون شد اشکال نداره، ولی شما اولیاء، شما ورثه تا 1 سال، و حتی شوهر وصیت بکنه زن من را تا 1 سال از منزلم بیرون نکنید. چرا؟ به دلیل اینکه اولا این زن تا 4 ماه و 10 روز عدتش هست، عده میگذراند. بعد از 4 ماه و 10 روز فوراً اگر بیرون کنی، فرض کنیم زن جایی نداره، پدری نداره، یا اگر پدری داره خانه پدر جایی نداره، بالخصوص خانه های امروزی که در شهرهای بزرگ همه آپارتمانی هستند، هیچ کسی تو خونه دیگری جا نمیشه. بالاخره برادری که بخواد ازش نگهداری کنه نداره، این زن مجبور میشه برای خودش یک زندگی مستقلی، یا به فکر شوهر دیگه باشه، ازدواج کنه، سهم الارث خودش را بگیره، جایی برای خودش رهن بکنه، اجاره بکنه، خریداری بکنه. خب این مسائل حداقل تا 1 سال طول میکشه. لذا درست دستور شرعی برای عدت 4 ماه و 10 روز هست، ولی مستحب است یک مقداری خود شما بذل بکنید. شوهرم وصیت بکنه که 4 ماه و 10 روز تمام شد، فوراً روز 11 دیگه بیرون نکنند. این زن من مدتی با من زندگی کرده، لذا مال من هست، مال اولاد من هست، تا 1 سال فرصتش بدید، تا 1 سال هزینه های زندگیش را بدید و بگذارید تا وقتی که برای خودش فکری بکنه، جایی برای خودش آماده بکنه. لذا این امر استحبابی، شیخ همین میفرماید و واقعا انسان وقتی که فکر میکنه این بالاخره یک مسئله معقول هست، با عرف امروز ما همخوانی دارد. لذا می فرماید والذین یتوفون منکم و یذرون ازواجا، آنهایی که جانهایشون گرفته میشه از شما و ترک میکنن پشت سر خودشون همسرانی، وصیتا لازواجهم، وصیت یعنی فلیوسو وصیتا، وصیت بکنن، وصیتی برای همسران خودشان. وصیت چی؟ متاعا الی الحول غیر اخراج، یعنی بهرهگیری تا 1 سال، بهرهگیری هم از مسکن، هم نفقه، هم لباس، غیر اخراج، نه اینکه اخراج بشند. فان خرجنا، اما اگر خودشون خارج شدن بعد از 4 ماه و 10 روز یا بعد از وضع حمل، فلا جناح علیکم، بر شما گناهی نیست، بر شما بقیه فیما فعلن فی انفسهن من معروف، اون چیزی که این زنها برای خودشون میکنند از عرف، یعنی مطابق عرف آماده میکنه خودش را برای خواستگاری، آماده ازدواج مجدد میشه، هر کاری میکنه در چارچوب شرع و عرف ایرادی نداره. اما تا زمان عده نه. والله عزیز حکیم، الله عزوجل غالب است، هر نوع احکامی میتونه صادر بکنه برای شما بندگان، ولی هر حکمی که صادر میکنه احکام او با حکمت هستند، مملو از حکمت هستند. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقین. بعد از این الله عزوجل می فرماید
برای تمام مطلقات. قبلا خدمت شما عرض کردم یک مطلقه هست که برای او متعه واجب است، یعنی این دست لباس برای او واجب است. او همون مطلقه است که قبل از زفاف طلاق داده میشه و مهری برایش تعیین نشده. بقیه مطلقات برای همه این دست لباس هم خریداری بشه. این حکم استحبابیه، مستحبه، یک کادوی، یک هدیه. بالاخره سازگاری نبود، نتونستن با هم دیگه زندگی بکنند. شوهرم طلاقش میده، مهرش را هم میده، نصف مهر هرچی هست میده، نفقش را هم میده، اضافه بر سازمان. اینا که واجبه، مهر دادن واجبه یا نصف مهر واجبه، نفقه در ایام عده واجبه، اینا همه لازمه. اما اضافه بر اینها یک کادوی بگیره که نشون بده ما با هم دشمن نیستیم، زندگی مشترک نشد لذا جدا میشیم، تا بالاخره اثرات مثبتی داشته باشه. این واقعا اثرات مثبتی داره. هیچ وقت همدیگر را نفرین نمی کنن، هیچ وقت برای همدیگر آرزوی مرگ و آرزوی ورشکستگی و آرزوی مصائب و عرض کنم حوادث دنیا را نخواهند کرد. این تأثیر خودش را در طول زندگی میگذارد. لذا الله میفرماید وللمطلقات متاع بالمعروف. برای همه زنهای طلاق داده شده اون متاع هست، اون دست لباس هست طبق عرف و دستور شرعی. حقا علی المتقین، این یک حق استحبابی هست بر متقیان، بر کسانی که در زندگی خودشون تقوا را پیشه میکنند. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. الله عز وجل در پایان این امور انتظامیه و این احکام زیبا می فرماید این گونه الله بیان می کند برای شما آیات خودش را، احکام را، دستورات را، که این دستورات هم دستورات معاش هستند هم دستورات معاشرت هستند. لعلکم تعقلون، این حکمت تبیین است تا اینکه شما بفهمید، شما درک کنید، شما متوجه بشید. الم تر الى الذين خرجوا من دیارهم وهم الوف حذر الموت. بعد از امور انتظامیه نوبت میرزه به مسئله جهاد. خدمت شما عرض کردم جهاد هم نظم ایجاد میکنه در جامعه و این امور هم به جای خود نظم، اینها با هم دیگه ارتباط دارند. وقتی که در اینها انسان منظم باشه در جهاد هم منظم خواهد بود. اما اینجا به صورت مقدمه خدای تعالی اشاره به داستانی میکنه. اصل این داستان چیه الله بهتر میدونه. الان روایت هایی هست، بنده اون روایت ها را عرض میکنم، ولی نتیجه ای که از این داستان میگیریم، داستان هر چی بوده، نتیجه ای که از این داستان میگیریم اینه که عرض به خدمت شما موت و حیات به دست خداست، با اسباب ظاهری نیست. اون نتیجه ای که گرفته میشه موت و حیات انسان به دست الله است. کسی فکر بکنه اگر من به جهاد برم حتما کشته میشم، عمرم کوتاه میشه، اشتباه فکر میکنه. موت انسان در جهاد نیست، موت انسان در دست الله است. الله وقتی که بخواد یک انسانی را زندگیش تمام بشه و مقدر بکنه که زندگیش مثلا در 20 سالگی تمام بشه، چه در تصادف باشه، چه در خانه بدون دلیل باشه، چه در میدان جهاد باشه، بالاخره همون مدتی که خدا خواسته میمیرد. و الله عزوجل وقتی که بخواد یک انسانی تا فلان حد عمر بکنه، در تمام زندگی خودش مشغول جهاد و مشغول شمشیر زدن بشه، باز هم کشته نمیشه، نمیمیره. حضرت سیف الله خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه این همه جنگید و در هر جنگی در صف مقدم بود به عنوان فرمانده و سپهسالار و آرزویش آرزوی شهادت بود. اما الله عزوجل مقدر نکرد.
هیچ جای بدنش نبود که زخمی بر بدنش نباشد. اما آخر وقتی که فوت کرد گریه می کرد. گفتن چرا گریه می کنی؟ گفت من آرزو داشتم در میدان جنگ شهید بشم، ولی مثل پیرزنها دارم بر رخت خواب می میرم. این حضرت خالد گفت، در حالی که الله عزوجل مقدر نکرده بود. چرا مقدر نکرده بود؟ بعضی از نویسندگان اهل تفسیر نکته جالبی نوشتند، بندگاهی نقل می کنم برای طلاب عزیز. نوشتند که دلیلش اینه که رسول الله صلی الله علیه و سلم به ایشون لقب سیف الله داده بود. لقب سیف الله داده بود. سیف الله یعنی چی؟ یعنی شمشیر خدا. حالا اگر خالد به وسیله دشمن کشته میشد، معنیش اینه که شمشیر خدا را دشمنان خدا شکست. به این خاطر، به خاطر این لقب سیف الله اون را چیکار کرد؟ او را بیمه کرد. به خاطر این سیف الله بودن هیچ وقت به دست دشمن کشته نشد. بعضی اینو نوشتند. بعضی اینو نوشتند که نه، الان علتش را الله بهتر میدونه، ولی شاید این علت دومی اون علت اولی هم هست. این علت دومی بیشتره. بر کسانی از عزیزان که رفتند بر قبر حضرت خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه در شام همین شعر نوشته یا همین جمله نوشته ای بزدلان دنیا، از مرگ نترسید. هیچ وقت مرگ لازم نیست که در راه جهاد و در راه خدا حتما اتفاق بیفته که بترسید و جهاد نکنید و چیز شبیه این مفهوم نشده. الله عزوجل میخواست نشان بده به وسیله خالد که هر کسی که به جهاد بره فکر میکنه کشته میشه. نه، خیلی هستن تمام عمر خودشون را در جنگ میگذرانن، نه تنها در جهاد. حضرت خالد در زمان جاهلیت همش هم تو جنگ ها بود. زمانی که در صف مشرکین بود، یکی از عوامل اصلی شکست مسلمانان در احد خالد بود که فرمانده کفار بود. از پشت جبل الرمات مگه خالد حمله نکرد؟ اون زمان خالد با کفار بود. لذا در زمان جاهلیت هم در تمام جنگ ها هم بود. بعد از اینکه مسلمان شد هم در تمام جنگ ها بود. در تمام این فتوحات بلاد خالد شریک بود. خدا داره نشون میده که هر کسی به جهاد بره لازما کشته بشه. نه، انسان لذا فکر نکنه که من اگر جهاد بکنم عمرم کوتاه میشه. پس در این داستان هم خدا همین نکته را اثبات میکند که کسی اگر بخواهد جهاد بکند فکر میکنه میمیره. نه خیر، خیلی ها هستند که از جهاد میگریزند و میمیرند، از جهاد فرار میکنند و میمیرند. حالا درباره اینها میگویند اینها قومی بودند از بنی اسرائیل، هزاران نفر بودند. خود قرآن میگه و هم الوف. الوف یعنی چه؟ جمع الف است. الف هزار را میگه، الوف یعنی هزاران. اینا هزاران نفر بودند. اینها در زمان پیغمبر خودشون که پیغمبر گفت به جهاد میریم، اینا گفتن ما نیستیم. رفتن جای دیگه. اونجا رفتن که از جنگ بدور باشند، از جهاد بدور باشند. اون جایی را که برای زندگی انتخاب کردند همهشون اونجا یک جا مردند. همه را خدا موت داد. بعدن پیغمبرشون، بعضی میگن حزقیل هست، بعضی میگن کسی دیگه هست، این پیغمبرشون متوجه شد. الله بهش خبر داد که همه اونهایی که از جهاد فرار کردن تمام مردند. دعا کرد یا رب اینها را دوباره زنده بکن. الله عزوجل دعایش را قبول کرد، دوباره زنده شدند. بعضی
اینو نوشتند. بعضی نوشتند که نه، بحث جهاد نبود، بحث طاعون بود. طاعون اتفاق افتاد و یک گروهی گفتند که وقتی ما آلوده نشیم، ما گرفتار نشیم، اینا فرار کردند، از شهر رفتند. درباره این طور وباها یا طاعونها دستور ما این هست، شرعی، دستور شرعی این هست که در شهری که این بلا آمده بود، اهل اون شهر از اونجا خارج نشند، فرار نکنه، همونجا بمونند و اهالی شهرهای دیگه اونجا تردد نکنه. یکی از دلایلی که عرض کنم این مریضی که قبلا کرونا که قبلا اتفاق افتاد، که از دلایلی که تمام دنیا منتشر شد، همین دستور خدا را نادیده گرفتن، دستور پیامبر را. سفرها ادامه داشت، پروازها ادامه داشت، حمل و نقلها ادامه داشت، به همین خاطر از این شهر به اون شهر، از اون شهر به اون شهر. و الا هر شهری که ابتدا این اتفاق افتاده بود قرنطینه میشد، هیچ کسی وارد نمیشد، هیچ که خارج نمیشد. دستور پیامبر همینه. اون وقت جای دیگه این اتفاق نمی افتاد. علی ای حال اینها نباید خارج می شدند. اینا ترسیدن که مردم شهر ما چی شدند؟ گرفتار شدند. همه رفتند از اینجا، همه رفتند. بالاخره اونجا که رفتند که جای امنی، جای سالمی برای خودشون پیدا کردند، همهشون همونجا یک جا مردند. همه را خدا موت داد و بعداً به دعای پیغمبری که در اون زمان بود، خدای عزوجل دوباره زنده شون کرد. این تصویرهایی که اینجا هست ما هم میبینیم با چشمان خودمون. خیلی ها هستند. بالاخره همین اتفاقات برای ما هم میفته. شاید شما هم دیدید و هم متوجه. همین زمانی که این کرونا اتفاق افتاد، خیلی از مردمی که وضعشون بهتر بود و زندگی مرفه تری داشتند، فکر کردند که این شهرها که شهرهای بالاخره نسبتاً محرومتری هستند از نظر امکانات هم رفاهی هم بهداشتی پزشکی، رفتن شهرهای بزرگ. بعضی ها رفتن برای مدت تهران زندگی بکنن، بعضی ها رفتن مشهد زندگی بکنند. از همون جا بالاخره ما شاهدیم، شما هم شاهد هستید که جنازه هایشون آمد. از اینجا رفتن اونجا فوت کردن، اونجا گرفتار شدند. لذا انسان از مرگ بخواد فرار بکنه نمیتونه. قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم. این مرگی که شما فرار میکنی هر جا باشید میاد به سراغ شما. پس وقتی که چنین اتفاقی میفته انسان چیکار بکنه؟ انسان ببینه دستور خدا چیه، اون دستور خدا را اجرا بکنه. دستور خدا هم بدون حکمت نیست. خدای عزوجل هم منافع دنیایی ما را و دینی ما را در نظر گرفته و دستور داده. الله عزوجل همین میفرماید که اینجا در این آیه هست که موت به دست من هست. موت با تدابیر شما دفع نمیشه، گرچه بسیاری از تدابیر جایزی هستند. ما وقتی مریض میشیم باید بریم دکتر، باید دوا استفاده بکنیم، باید درمان بکنیم، اینها هستند. ولی خب دوا و درمان و دکتر را مؤثر اصلی نداریم. اینا را اسباب بدانیم و بگیم خدا در قالب اینها به ما شفا میده. وقت اعتمادمون، باوریمون به ذات پروردگار باشه، وقت الله عزوجل لطف میفرماید. لذا حالا این داستان اصلش چیه؟ چون قرآن، قبلا من خدمت شما بار بار عرض کردم، قرآن کتاب تاریخ نیست که بیاد یه داستانی را تمام جزئیاتش را به ما بگه، ما بگیم در چه زمانی بود، کدوم منطقه بود، کدوم شهر بود، هم از نظر جغرافی هم از نظر تاریخی. چون که هدف داستان نیست، هدف اون موعظه هست، اون نکته ای هست که برداشت میشه. لذا جریان هر چی بوده برای ما مهم چیه؟ همین نکته هست. اون نکته را بنده قبلا عرض کردم که
موت و حیات با اسباب ربطی نداره، با رب الاسباب ارتباط داره. انسان اسباب را انتخاب بکنه ولی اعتماد به رب الاسباب بکنه. اینجا الله همین می فرماید الم تر الی الذین خرجوا من دیارهم، آیا دیدی آنهایی را که خارج شدند از دیارشان، از خانه و کاشانشان، و هم الوف، آنها هزاران نفر بودند، آنها هزاران نفر بودند خارج شدند، حذر الموت، بعضی گفتن 70,000 نفر، بیشتر این 70 و 70,000 نفر برداشت بنده این است، در احادیث آمده این عدد کثرت است، این عددی است که برای زیاد استفاده میشه، لذا هزاران بودن. چرا خارج شدن؟ دلیل خروج حذر الموت، این مفعول له است، خرجوا حذر الموت، خارج شدن به خاطر احتراز از مرگ، پرهیز از مرگ، فرار از مرگ. اما چون که این برای چی بود؟ برای عرض کنم سرپیچی از امر جهاد بود طبق گفته تفسیر ابو سعود، یا فرار از طاعون. و هم قوم من بنی اسرائیل دعاهم ملکهم الى الجهاد. علامه ابو سعود میگه اینا قومی از بنی اسرائیل بودند، پادشاهشون اونها را فراخوند به سوی جهاد، فهربوا حذر الموت، از ترس مرگ فرار کردند، فاماتهم الله 8 ایام، خدا اینها را موت داد تا 8 روز، ثم احیاهم، بعدا زندهشون کرد بعد از 1 هفته. لذا الله می فرماید ثم احیاهم، با دعای حضرت حزقیل بعضی گفتن الله اونها را زنده کرد. ان الله لذو فضل علی الناس ولكن اکثر الناس لا یشکرون، همانا الله دارای فضل است بر مردم، خیلی بر بندگان خودش فضل و احسان می فرماید، اما این بندگان که سپاسگزار نیستند. ولكن اکثر الناس لا یشکرون، اما اکثر مردم شاکر نیستن. چه نعمت های خدا بهشون داده، چه الطافی بهشون کرده، اما سپاسگزاری نمی کنند، سجده شکر بجا نمی کنند. بعد از اینکه مشخص شد موت و حیات به دست الله است، الان خدای تعالی حکم جهاد را ذکر می فرماید، در راه خدا بجنگید و نترسید که مرگ در جهاد نیست. وقاتلوا فی سبیل الله واعلموا ان الله سمیع علیم، بجنگید در راه الله برای اعلای کلمت الله، برای از بین رفتن ظلم و ستم، و بدانید واعلموا، این ترغیب به اخلاص است، اگر می جنگید برای خدا باشه، بدانید که خداوند هر سخن شما را شنواست و از هر اراده و نیت شما آگاه است، علیم است، می داند. من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا، جهاد به تنهایی بدون مادیت نمیشه، بدون انفاق و خرج کردن نمیشه. لازمه جهاد چی هست؟ پول خرج کردن است. الله می فرماید کی هست اون کسی که یقرض الله قرضا حسنا، به خداوند قرض بده، قرض حسنه، قرض الحسنه به خدا بده. اصل قرض الحسنه، امروز مردم نام چی چیزهای را قرض الحسنه گذاشتند. قرض میده با 4% ربا، بعد میگه این قرض الحسنه هست، اسمش را هم گذاشته صندوق قرض الحسنه. نه، این قرض الحسنه نیست، این قرض ربوی هست. قرض الحسنه اینه که مفت به کسی بدی بعد اصلا دنبالش را نگیری، یا اگر فردا پولت را گرفتی بدون 1 ریال سود. لذا این را خدا قرض الحسنه گفته. شما به من، یعنی در راه من بدید، به مجاهدان بدید، تجهیزشون بکنید، یا به فقرا بدید، خدا چند برابر به شما میده. من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا، کی هست اون انسانی که قرض میدهد به الله، قرض حسنه میدهد، فیضاعفه له اضعافا کثیره، الله چند برابر میکنه برای او، اضعافا کثیره، اضعاف زیادی.
برای بعضی 2 برابر، وقتی در راه خدا میده 2 برابر خدا بهش میده، برای بعضی 7 برابر، برای بعضی 10 برابر، برای بعضی بیشتر. همینطور چند برابرش میکنه و این یک واقعیتیه. بنده همیشه این آیات را میخوانم به یاد خاطره که از دوستان خود بنده بود، مهاجر بود، از افغانستان بود، تو همین شهر زندگی میکرد خیلی سالهای پیش. الان تو یکی از شهرستان هاست، هر جا هست خدا حفظش کنه. اون زمان اینجا تجارت کار برنج میکرد. یه روزی مسجد آمده بود، مولانا گفت حوزه خیلی نیاز داره، اون وقتهای سختی هم بود، حوزه خیلی نیاز داره و به حوزه کمک کنید، بالاخره اینم سبیل الله هست. او بعداً گفت که من میخوام 5 میلیون تومان کمک بکنم. 5 میلیون تومان اون وقت خیلی عدد زیادی بود، الان دقیق یادم نیست. حقوق ما اون سالها یا 7000 تومان بود یا 10,000 تومان بود اون زمان. تو ابتدا ما اینجا استخدام شدیم حقوق 3000 تومان بود، بعداً خلاصه به 10,000 تومان رسید. اون زمان او گفت من 5 میلیون تومان میدم، ولی به من خصوصی چون ارتباط داشت گفت که ولی به خدا گفتم که خدایا اینا را به خاطر تو میدم، 5 میلیون تومان میدم ولی از تو 10 برابر میخوام. بعد این 5 میلیون تومان را داد، برد به خود حضرت شیخ تحویل داد. مولانا هم خیلی خوشحال شد و برایش دعای رحمت و برکت کرد. بعداً با من سوگند یاد کرد، گفت که من یک برنج بزرگی از لاهور خواستم مستقیم که اینجا بالاخره بفروشم، تو این برنج 50 میلیون تومان سود کردم. گفت همون چیزی که من از خدا 10 برابر خواستم به من فوراً داد. لذا انسان وقتی که صادق باشه با الله عزوجل، الله تعالی همونطور بهش میده. الله میفرماید فیضاعفه له اضعافا کثیرا، الله تعالی چند برابر میکنه برای او، اضعاف کثیرا. والله یقبض و یبسط، این الله هست. یقبض برای بعضی عرصه را تنگ میکنه، کم میکند، و برای بعضی فراغ. و الیه ترجعون، فقط و فقط به سوی او شما برگردانده میشوید. پس این 2 نکته هستند در جهاد و انفاق که از این آیات گرفتیم. نه در راه جهاد انسان عمرش کم میشه و نه در راه انفاق انسان مالش کم میشه. از این آیات اگر همین یقین و باور برسیم برای ما کافی هست که نه در راه جهاد عمر کم میشه و نه در راه انفاق مال کم میشه. الله عزوجل هر دو را برکت عنایت می فرماید. الم تر الی الملأ، حالا الله عزوجل نمونه بیان می فرماید. ببینید چقدر در جهاد نصرت الهی هست. این نمونه برمیگرده به بنی اسرائیل، همین بنی اسرائیلی که در طول این سوره مبارکه شما خواندید چه عهد شکنی هایی کردند، ولی هر وقتی که آمدن با خدا صادق شدند، ولو اینکه تعداد اندکی از اینها، خدای تعالی چطور نصرت کرد، چطور یاری کرد. اصلش برای اینکه این جریان را بفهمید مقداری به قبل برمیگردیم. ما خواندیم که موسی علیه السلام بنی اسرائیل را بعد از اینکه از دریای قلزم عبور کردند بردن به طرف شام در صحرای سینا. در اون صحرا که میدان تیه هم بهش میگن صحرای سینا، اونجا بالاخره یکی از احکامی که خدا بعد از نزول تورات بر اونها لازم کرد جهاد بود که اونها گفتن ما جهاد نمی کنیم. این مطلب عرض کنم به خدمت شما در سوره مائده آمده که موسی علیه السلام به اونها گفت یا قوم ادخلوا الارض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرين قالوا يا موسى ان فيها قوما جبارين. موسی گفت وارد ارض مقدسه بشید.
گفت موسی ما چطور میتونیم؟ اینجا جبارین هستن، اینجا ستمگران هستن، اینجا زورگویان هستن، قدرت دارن، ما ضعیفیم، ما توان جنگ نداریم. موسی گفت آخه خدا گفته جنگ کنید، جهاد کنید. گفتن نه کار ما نیست، اذهب انت و ربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون. بالاخره نجنگیدن. موسی علیه السلام خیلی تبلیغ کرد، هارون تبلیغ کرد، خلفای موسی حضرت یوشع بن نون، حضرت کالب بن یوحنا، اینها که قرآن اینها را اشاره کرده، قال رجلان من الذين يخافون انعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فاذا دخلتموه فانكم غالبون وعلى الله فتوکلوا. اینها گفتن توکل به خدا کنین، نترسید، شما برید پیروز میشین. موسی با اصحاب مخصوص و خلفای خودش تبلیغ کردند، اما این قوم ترسو بود، قوم بزدل بود، نکردند. تا اینکه موسی ناامید شد، هارون و موسی هر دو در همون صحرا رفتن، تپه کوه بلندی بالا شدند، اونجا مشغول عبادت شدند. مدتی گذشت، موسی علیه السلام از کوه آمد پایین و خبر داد که هارون همونجا فوت کرد و من دفنش کردم. و بعد از مدت موسی علیه السلام هم فوت کرد. بالاخره اینها نسبت به انبیاء الهی این نافرمانی را کردند، خدا سرگردانشون کرد. سالها گذشت همینطور بلا تکلیف، سرگردان، پریشان، تا اینکه بعد از موسی علیه السلام آماده شدند برای جهاد. الان در زمان یکی از دیگر از پیغمبران بود، بعضی میگن حضرت حزقیل بود، همین حضرت یوشع هم بعداً به عنوان پیغمبر آمد. بالاخره قرآن تعیین نکرده. دوباره اینها جهاد کردند و بیت المقدس را فتح کردند. بعد از اینکه بیت المقدس را فتح کردند، اونجا دیگه مدت زندگی کردند و عرض کنم بازم در سوره بقره شما خواندید و که خدای تعالی فرمود وارد بشید و حطتون بگید نغفر لکم خطایاکم. مدتی اونجا ماندن، دوباره همون قوم فلسطینی که بعضی میگن عمالقه بودن، بعضی میگن که نام دیگه داشتن، دوباره اونها بر بنی اسرائیل به خاطر ناسپاسی ها، به خاطر دوری از خدا و از احکام خدا، دوباره بر اونها حمله کردند. بسیاری از جوانهایشون را اسیر کردند، بسیاری از مردایشون را کشتند، زنهایشون را اسیر کردند و خودشون را بیرون کردند. دوباره همون آشکارسی، همون بدبختی. هر وقت که اینا نافرمانی میکردند، در اول سوره بنی اسرائیل هم شما میخوانید انشاءالله که الله تعالی میفرماید برای شما احوال متفاوتی میاد، دوبار عذاب میاد، دوباره دیگه غلبه میآید. بالاخره این احوال برایشون آمد تا اینکه اینجا آخر به تنگ آمده. این بار سوم هست اینجا میخوانیم. اونها به پیغمبر خودشون گفتند. حالا این پیغمبر کی بود؟ بعضی میگن که شموئیل بود، بعضی میگن ساموئیل بود. بالاخره به پیغمبر گفتند که ما به تنگ آمدیم، الان آماده جهاد هستیم، شما فردی را تعیین بفرما که به عنوان فرمانده جنگی، به عنوان امیر جنگ و جهاد. میدونید قبلا هم خدمت شما عرض کردم نظر علما را که برای جهاد دو تا شرط هست، یکی اجتماعیت و یکی امارت. باید امیری باشد که همه طبق دستور او عمل بکنند و دوم همه بالاخره یک مرکزی داشته باشند که از اونجا با هم جمع بشند. لذا این دو شرط، یک شرطی بود، یک شرط دیگر را به پیغمبر زمان گفتن شما فراهم بکنید، شما تعیین بکنید، شما از خدای عزوجل درخواست بکنید. تا اینکه اونها از خدا درخواست کردند، خدای عزوجل طالوت را تعیین کرد. وقتی که خدای تعالی طالوت را تعیین کردند، اینا اعتراض کردند. بنی اسرائیل بالاخره پیغمبر زاده هم هستند، به هر جایی برسه باز هم مریضی خودش را داره. اعتراض کردند که ایشون
نه از سبت نبوت است و نه از سبت ملوک و پادشاهان، چون که در میان اونطور که میگویند و بیشتر اینها از خود کتابهای بنی اسرائیل گرفته شده، علمای ما مفسرین ما تو تفاسیرشون نوشتند ولی ما نقل میکنیم، نمیتونیم تایید بکنیم، نمیتونیم تکذیب بکنیم. نوشتند که بیشتر عرض کنم که اولاد یهودا بن یعقوب اینها پادشاه شدند و اولاد لاوی بن یعقوب اینها پیغمبر می شدند. یعنی انبیاء بنی اسرائیل که بعد از موسی، بعد از حضرت یوسف علیه السلام، بعد از یوسف علیه السلام تعیین شدند، بیشتر از فرزندان لاوی برادر بزرگ یوسف، انبیاء از اولاد لاوی بودند و ملوک و پادشاهانی که به عنوان پادشاه بودند از خاندانی که بودند یهودا بودند. لذا این دو خانواده یا این دو برادر فرزندانشون به عنوان نبی و ملک پادشاه. اما طالوت از اولاد بنیامین بود، برادر کوچک حضرت یوسف. گفتند این از فرزندان بنیامین است، نه از سبت نبوت است و نه از سبت ملوک است. چطور ما این را به عنوان پادشاه، به عنوان فرمانده کل، به عنوان امیر کل بپذیریم؟ بالاخره پیغمبر استدلالات قوی آورد که حاصل استدلال اون پیغمبر این بود، حضرت سموئیل یا شموئیل، که برای امارت و برای این داد الهی نه نسب شرطه، نه حسب شرطه، نه چیزی دیگه شرطه، صلاحیت شرطه. دو چیز در میدان، یکی علم، یعنی تاکتیک بلد باشه، تمام روش ها را بلد باشه، تمام تدابیر را یاد داشته باشه، فنفوت بدونه، و یکی دیگه قوت جسمانی قدرتمند باشه، قوی باشه، بتونه بر دشمن غالب بشه. این دوتا را که طالوت داره، دیگه چی میخواید؟ اونا قانع نشدند. باز خدای عزوجل برای اینکه اونها قانع بشند یک کرامتی به حضرت طالوت داد. اون کرامت اینه که همین زمانی که فلسطینی ها حمله کردند بر اینها، بر این یهودی ها حمله کردند و جوانهایشون را اسیر کردند، یک صندوقچه‌ای داشتند که صندوقچه تبرکات بهش میگفتند. در اون صندوقچه یک سری آثار بجامانده یا یادگارهایی از سیدنا موسی و هارون باقی مانده بود. میگویند که عصای موسی بود، نعلین موسی بود، عمامه هارون بود. اینها در اون صندوقچه بودند که بنی اسرائیل هر جا وقتی که حمله می کردند، جنگ می رفتند، این صندوقچه را الله عزوجل به عنوان سکینه و آرامش دلها قرار داده بود. این که با اونها همراه بود پشتشون گرم بود. لذا زمانی که فلسطینی حمله کرده بودند، این صندوقچه را هم ربوده بودند. این وقت اون پیغمبر گفت که خدای عزوجل گفته علامت امارتش و علامت عرض کنم حقانیتش اینه که کرامتا اون صندوقچه را ملائکه میارن جلوش میگذارند. همه نشسته بودند، دیدند که صندوقچه را ملائکه آوردند. الان ملائکه را ندیدند، مشاهده کردند صندوقچه جلوش گذاشته شد. در روایت ها میاد، میخوانیم روایت ها را که جبرئیل امین آورد جلوش گذاشت. حالا یک سری داستان دیگری که اونجا هر جا این صندوقچه را میبردن بلایی و وبایی و این هم از امو اسرائیلیات، نمیشه که اینها را تایید کرد. لذا وقتی که این علائم را در طالوت دیدند، متوجه شدند که این منسوب خداست، علائم دارد
درست از نسل فلان و فلان نیست، پس باید بپذیریم. پذیرفتند. اما با وجودی که پذیرفتند، باز هم در امتحاناتی که خدا جلوی راهشون گذاشته، این امتحانات هم بسیار مهمه. این امتحانات را خدا برای هر کسی که میاره، برای مسلمانان میاره، موفقشون بگردانه. در اون امتحانات اکثرشون ناکام شدن، اونایی که مخلص واقعی بودند اونها موفق شدند. حالا این خلاصه بود که خدمت شما عرض کردم، در قالب آیات بخوانید. الله می فرماید: الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسی، آیا دیدی اون جماعت را از بنی اسرائیل که بعد از موسی، یعنی بعد از موت موسی بودند، اذ قالوا لنبی، زمانی که آنها گفتند به پیامبری از پیامبران خودشان، لنبی لهم، به پیامبری که مال اونها بود، ابعث لنا ملکا، تعیین کن برای ما پادشاهی یعنی امیری، نقاتل فی سبیل الله، که ما بجنگیم در راه الله با قوم عمالقه یا با این قوم فلسطینی که غیر عمالقه بودند. قال هل عسیتم ان كتب علیکم القتال الا تقاتلوا. اون پیامبر چی گفت؟ قال هل عسیتم، هل عسیتم یعنی ممکن است، شاید، امکان هست، امکان دارد که این کتب، اگر نوشته شد و فرض شد بر شما جهاد و تعیین شد برای شما امیر، الا تقاتلوا، چون سابقه شما سابقه خوبی نیست. این احتمالش هست که خدا وقتی که تعیین کرد شما نجنگید، اما گفتن چرا ما نجنگیم؟ قالوا وما لنا الا نقاتل فی سبیل الله، گفتن چه شده ما را که جهاد نکنیم، نجنگیم در راه الله، در حالی که وقد اخرجنا من دیارنا و ابنائنا، در حالی که ما اخراج شدیم، بیرون کرده شدیم از دیار، از خانه و کاشانمون، و همچنین از فرزندانمون. فرزندان ما، جوانهای ما همه اسیرن در دست اونها، همه را به بردگی گرفتند. چرا ما جهاد نکنیم؟ حتما ما جهاد میکنیم، انگیزه وجود دارد. الله می فرماید فلما کتب علیهم القتال، این قوم عهد شکن، زمانی که نوشته شد بر آنها جنگ و جهاد، تولوا، پشت دادند، الا قلیلا منهم، مگر تعداد اندکی از آنها. والله علیم بالظالمین، خداوند خوب میداند ستمگران و ظالمان را. بالاخره حالا وقتی که اونها تقاضا کردند، پیغمبرشون با خدا ارتباط برقرار کرد. الله عزوجل تعیین فرمود، اون پیغمبرشون به اونها اعلام کرد. حالا این پیغمبر یا حزقیل یا شمویل یا سمویل، وقال نبیهم ان الله، نبی آنها، پیامبر اونها به اونها گفت ان الله قد بعث لكم طالوت ملکا، همانا الله عزوجل تعیین فرموده برای شما طالوت را به عنوان امیر، به عنوان پادشاه. گفتند که اعتراض شروع شد. همین که اعتراضات بنی اسرائیل همینه که خدا مستقیما دستور میده، بازم اعتراض میکنه. قالوا انا یکون له الملک علینا، چگونه می شود برای او پادشاهی بر ما، امارت بر ما، در حالی که او نیست از اون نسلی که باید بشه. و نحن احق بالملک من، ما حقدار تر هستیم در سرداری و امارت از او. چرا؟ اون بسیاری دیگه از ویژگی ها را دارد. بعضی از ویژگی ها همین نسبی هستند، بعضی ظاهری پول، مال، ثروت. ولم یؤت سعة من المال، از نظر مالی وسعت مالی نداره، یعنی مال فراوان نداره، وضعش خوب نیست. ولی پیغمبر در جوابشون گفت قال ان الله اصطفاه علیکم، همانا الله عزوجل او را برگزیده بر شما، و زاده بسطة فی العلم والجسم، الله در او افزوده
بسطه یعنی فراخی، وسعت در علم و جسم، یعنی علمش هم زیاده، هم علم دین، هم علوم جنگی، مهارت‌های جنگی، تاکتیک‌های جنگی، و هم از نظر جسمی قوت. هیچ کس نمیتونه حریف او بشه، هیچ کس نمیتونه در میدان با او مبارزه بکنه. اون زمان هم اینطور بود، معمولا کسانی در رأس بودن که قدرت جسمی بیشتری داشتند. وقتی که جنگ ها اتفاق می افتاد، چه جنگ های قومی چه بقیه جنگ ها، اول فرماندهان پیاده می شدن از اسبها و می گفتن هل من مبارز، کسی هست بیاد با ما مبارزه بکنه؟ این فرمانده با اون فرمانده، این امیر با اون امیر، این پهلوان با اون پهلوان. اول این هم بقیه تماشا می کردن، این دو نفر به جان هم می افتادند، بعداً بالاخره نوبت به بقیه می رسید. پس او هم از نظر علمی هم از نظر جسمی وسعت و عرض کنم که فراخی دارد. والله یؤتی ملکه من یشاء. و دیگه تقسیم به دست خداست، تقسیم ارثی نیست. خداست که میدهد ملک خودش را، پادشاهی از سوی خودش را به هر کسی بخواد. والله واسع علیم. الله عزوجل ذاتش واسع هست، یعنی در دربار پروردگار وسعت و فراخی وجود داره، خیلی زیاد داره. قدرتش عرض کنم که خزائنش بسیار زیاده، به هر کسی که بخواد میده. و علیم، داناست، هر کسی را تشخیص میده.